رفت و سوز سینه تاتار و کرد، یا مسلمان مرد و یا قرآن بمرد. در مسلمان شأن محبوبی نماند، خالد و فاروق و ایوبی نماند. در گذر مثل کلیم از رود نیل، سوی آتشگاه زن مثل خلیل. مسلم از سر نبی بیگانه شد، باز و این بیت الحرام بتخانه شد. تا نداری از محمد رنگ و بو، با درود خود میالا نام او. رفت و سوز سینه تاتار و کرد، یا مسلمان مرد و یا قرآن بمرد. در مسلمان شأن محبوبی نماند، خالد و فاروق و ایوبی نماند. در قیامت هر نهان پیدا شود، خود به خود هر مجرمی رسوا شود. دست گوید من چنین دزدیده‌ام، لب بگوید من چنین بوسیده‌ام. پا بگوید رفته همراه حرام، گوش گوید چیده‌ام سوء الکلام. در قیامت هر نهان پیدا شود، خود به خود هر مجرمی رسوا شود. دست گوید من چنین دزدیده‌ام، لب بگوید من چنین بوسیده‌ام. پا بگوید رفته همراه حرام، گوش گوید چیده‌ام سوء الکلام. مسلم از سر نبی بیگانه شد، باز این بیت الخانه شد. تا نداری از محمد رنگ و بو، با درود خود میالا نام او. رفت سوز سینه تاتار و کرد، یا مسلمان مرد و یا قرآن بمرد. در مسلمان شأن محبوبی نماند، خالد و فاروق و ایوبی نماند. در گذر مثل کلیم از رود نیل، سوی آتشگاه زن مثل خلیل. همچو شمع لاله سوزم در خیابان شما، ای جوانان عجم جان من و جان شما. همچو شمع لاله سوزم در خیابان شما، ای جوانان عجم جان من و جان شما. همون حرفی را که شیخ الاسلام ابن تیمیه این شیرمرد بزرگ قرن هفتم که دنیای اسلام بعد از او این آخذت قوم لیس لهم دنیا منصور ولا دین المقرور. ما قومی هستم که منظور نفی شده دنیایی که به دست میارن، قدرتی که به دست میارن نخواهد شد. الناس ولا دین المقرور، نه دنیای منصوری دارن، نه دنیای پیروزی دارن، نه دین دینشون نگاه.
عجب رسمیه رسم زمونه، قصه باد و برگ خزونه. میرن آدما از اونا فقط خاطره هاشون به جا میمونه. عجب رسمیه رسم زمونه، قصه برگ و باد خزونه. میرن آدما از اونا فقط خاطره هاشون به جا میمونه. درود حق بر روح مجدد دوران، مولانا عبدالعزیز آن گوهر ایمان. ای پیر فرزانه نور این خانه، به شمع تو روشن مکی چو گلشن. الهی ما مردیم ز داغ دامنی، مجاهد نستو طبیب روحانی. رنگها بشد زد دستوگ شیرمرد، سوختیم خدایا از ناله بودن. دو کفتر خونین دو گوهر زرین، ضیایی و صیاد ارواحشان بادشاه. ز خون تو صیاد بندر شد آباد. تو ای ضیایی چشم و چراغی مایی. نو رفته از چشمان آن قطب کردستان، آن لاله و ریحان ملا احمدیان. در سوگ تو گرید ماه و هم خورشید، به یاد لاله دل بی قراره. میرن آدما از اونا فقط خاطره هاشون به جا میمونه. میرن آدما از اونا فقط خاطره هاشون به جا میمونه. ز مجلس ما رحمتی بر شمس خراسان، مولانا مطهری آن اسوه ایمان. آن شمع سوزنده ماه تابنده، روحش معطر قبرش منور. میرن آدما از اونا فقط خاطره هاشون به جا میمونه. رفت سایه از سر اومد چرا اختر، نور دارالاسلام مفتی خدا نظر. ز داغ هجرت ای پاک دلها شده چاک،
چشمم پر از خون، اشکم چو جیحون. آزاد و آزاده احمد مفتی زاده، در جبهه حق بود همیشه آماده. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم أنعم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه نجوم الهدى الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته ووزراء دولته وأوصياؤه في أمته، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من المتبعين لهم بإحسان يا أكرم الأكرمين. اللهم نور قلوبنا بالعلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد، يا فعالا لما يريد، يا من يحول بين المرء وقلبه، حل بيننا وبين من يؤذينا ويتآمر علينا ويكذب علينا بحولك وقوتك. إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم يا كافي كل شيء ولا يكفي عنه شيء، اكفنا ما يهمنا من هموم الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، فارحمنا برحمة من عندك تغننا بها عن رحمة من سواك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. با حمد و سپاس و ستایش بی حد بر خداوند متعال و با درود بی پایان بر محمد مصطفى علیه السلام و علی آله و صحبه الکرام، و با عرض سلام و ادب به شما بینندگان ارجمند در سراسر گیتی از مؤمنان و صالحان و حقجویان و مرصفان، از خداوند متعال تقاضا دارم که در این اوقاتی را که مشرف به خدمتون هستم، آنچه را که برای اصلاح قلوب و افکار و رفتار و گفتار و کردار و خانواده و جامعه و اصلاح دنیا و آخرت من شما مفید است، خداوند آن را بر قلب و فکر و زبان بنده جاری نماید. و شما سروران ارجمند را و شما برادران و خواهران محترم را و شما فرزندان عزیز را از کسانی قرار بدهد که سخن را به خوبی میشنوند و بهترینش را برمیگزینند، و خالق عزوجل را سپاسگزاریم که به من شما توفیق داده که بر گرد کلامش زانوی ادب بزنیم تا از فرامینش، از راهنمایی‌هایش، از نورش، از هدایتش برای
اصلاح دنیا و آخرت خود سود ببریم. و با تشکر از این که ما را مشرف بودن به مهمان شدن در خانه هایتون نموده اید، که از خداوند متعال تقاضا دارم که خانه های ما و شما را، قلوب و افکار ما و شما را با نور علم و عمل منور بسازد و از ظلمت و تاریکی و سرگردانی بیدینی و شرک و بددینی و خرافه و قلوب و امامت بازی و عیسی پرستی و هر آنچه غیر خدا پرستی است، به خصوص آنچه که از ادبیات شرک آلود حوزه های شرکیه روحانیت حاکم بر ایران و عراق می باشد، هم قلوب ما و شما را و افکار ما و شما را و هم خانه های ما و شما را و جامعه ما و شما را از این مزوران پاک و مبرا نگه دارد. و چون این کاری ممکن نیست مگر با فهمیدن درست قرآن، کتاب زندگی، کتاب حیات، آخرین پیام خداوند، بزرگترین معجزه هستی. در شرح چنین کتابی به فضل و منت خداوند رسیدیم به آیه 19 از سوره یوسف علیه ولا نبینا الصلاة والسلام، که امروز جلسه دوم را روی این آیه مبارکه میگذرانیم. بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وجاءت سيارة، یک کاروان اومد، فأرسلوا واردهم، پس سقاشونو برای آوردن آب سر چاه فرستادند. فادلی دلوه، چون دلوشو انداخت، قال یا بشرا هذا غلام، گفت مژده این غلامی است. و اسروه بضاعه، و او را به عنوان یک کالا، به عنوان یک به اصطلاح قاچاق پنهان کردند. والله علیم بما یعملون، و خداوند به کردارشون آگاه بود، دانا بود. یعنی چی؟ یعنی غیر از خدا کسی آگاهی نداره؟ غیر از اون خودشون اونجا حاضر بودن؟ این آیه مثل تک تک آیات قرآن همه غلوها و افراطهای گمراهان مدعی تشیع از خمینی تا کلینی را چنان می سوزد که مسیح پرستی و عزیر پرستی و بقیه غلو و افراط ها را می سوزد. ولذا چون این کتاب شرک سوزه، غلو سوزه، افراط سوزه، باطل سوزه، دادنش به یک باطل دیگری به نام امام کوران و کران که با خودش اینو بدوزه ببره، این یه سلسش هم که مونده قابل فهم نیست. یا درستش کن. اگه این مکر نیست، توطئه نیست، دجال بازی نیست که از خمینی تا کلینی این ادعا را میکنن، پس چیه؟ اینجا خداوند سبحانه و تعالی نفرموده که این قافله از کجا آمده، به کجا میره، لیکن قافله معمولا کارش سفره، بیابانگر نوردیه، مثل کسانی که مثلا در تابستان و زمستان برای مثلا تجارت از مکه به شام و یمن می رفتن تا اینکه برن تجارت کنن، کالا بیارن. و قافله هم کاملا که سر چاه نمیره، یه نفر رو میفرسته، یه سقا رو میفرسته تا آب بیاره. سقا رفته
تا آب بیاره بر دیگران. چاهو انداخته، به ریسمان ببخشید در رو انداخته، به ریسمان در یه چیزی چسبیده که تا دل رسید به نزدیک یوسف فوری چنگش زد، یعنی به اسباب چنگ زد. نگفت که من میبینم حجی مجیلا کرجی پدر من پیغمبر منو نجات میده، چون این حماقتی رو فقط امام پرستان انجام میدن. با همین حماقت صدها هزار نفر رو به کشتن دادن که آقا امام زمان، امام کوران و کران سوار اسب سوار خره، اینجا ظاهر میشه اونجا ظاهر. اینجوری مردم رو میفریفتن. و تشیع عموما از ابتدا تا انتهاش فریب و مکر و نیرنگه، مثل همه مذاهب غالیه، مثل همه مذاهب افراطی. بس یوسف به انتظار معجزه ننشست که پدرم فوت کنه من از چاه میاره بیرون. پدرش پیغمبره، با فوت فرزندشو نمیتونه بیاره بیرون. اون موقع امام هایی که نه پیغمبر بودن نه وحی بهشون اومده، با همه دروغ هایی که شیعیان براشون درست کردن، مالک امر خودشون هم نبودن. اون موقع مریض که بعد که مردن دواخانه شدن، شفاخانه شدن، یا همچون مشایخ دروغین شیعه صوفیان دروغین راستین، هیچ کسی شفا نمیده جز خداوند. به هر حال یوسف به ریسمان دل چنگ زد. این میخواد آب برداره، میبینه سنگینه، آب اینقدر سنگین نیست که پایین نگاه کرد، یه بچه ماهروخی چسبیده به ریسمان. ماه از آسمان طلوع میکنه دیدیم، اما از ته چاه هم طلوع میکنه. پوری مثل یه دست باشه، یا بشرا هادا غلام، چه مژده ای، این کودکی است. یعنی ای خوشا به شانسم، اینجوری یعنی. و یا اینکه به قومش بشارت میده، یا شخصی رو به نام بشرا دعوت صدا میکنه. خداوند فرماد که و اسروه بضاعه، اون رو به عنوان یک کالا مخفیش کردن، گویا که یک کالاه، نذاشتن کنارشون راه بره. چرا؟ از ترس اینکه اون موقع جامعه اینطوری بود، از ترس اینکه یک برده فرار کرده که نکنه صاحبش دنبالش باشه و اونا میخوان بفروشنش، پول، فکر پولن. خداوند فرمود والله علیم بما یعملون، خداوند با آنچه که اینا عمل میکنن آگاهه. لیکن نکات مهمی در این آیه وجود داره. در این شبهای تلخ و در این تنهایی، یوسف علیه و نبی الصلاة والسلام در تاریکی یک چاه به چی مشغوله؟ اگرچه وحی آسمانی که بهش اومده دلگرم شده، تحمل میکنه، لیکن باز انسانه، ته چاه ناگواره. یه تکسلولی که چاه بدتر از تکسلولیه، بر تکسلولی نگهبان داره. شما به هر حال به نحوی از آنها با یک انسان در ارتباطی، اما اینجا در یک چاه چقدر تاریک، از هیچ طرفی صدایی نمیاد. آیا این شبهای غم‌انگیز که درش هست کی به پایان میرسه؟ چند شب و روز در ته چاه میمونه؟ 3 روز تا 7 روز، هر دوتا رو نوشتن، ولی خودش که نمیدونه، خودش غیب نمیدونه. در اینجا هم دادرسی جز خداوند نداره. اون موقع این وحی قرآنی رو که قرآن اگر نمیگفت ما مکلف باور کردنش نمیبودیم، چون این وحی قرآنی رو با چپوندن یک کلفت زاده‌ای که اسمشو امام کوران و کران و امام زمان گذاشتن، آیا چیزی جز فریب، جز مکر، جز تزویه، جز آنفریبیه؟
اینو با اون قیاس کردن. لیکن دکان مدعیان تشیع که اسلام با این فریب ها و با این دروغ ها آلوده کردن بر مبنای همین اکاذیبه. این اکاذیب ازش بگیرید اسلام میمونه و بس. به هر حال مورخان نوشتند که یهودا بزرگترین برادرشونه، هر روز میامده سر چاه سر میزده، یه مقدار قوت لایموت در چاه براش مینداخته. اونا مواظب بودن که اگه کاروانی از اینجا بگذره، یوسف رو ببره، یه کاری کنند که یوسف دوباره به دامان پدر باز نگرده، نتونه خودشو نجات بده. خب از طرف دیگه همچنان که در جلسه گذشته هم ذکر شد، قافلهایی برای تجارت از کنعان و فلسطین و مدین به مصر می رفتند. در میانشون قافله سالاری بود به نام مالک ابن زور که به قول امام قرطبی که دیروز قولش را نقل کردیم که رحمت خدا بر او باد، که راهش رو گم کرده بود. و عرض کردم در همه کار خدای حکمتی وجود داره. اون راهش رو گم کرده که بیاد اینجا یوسف برداره، خودش نمیدونه. این قافله سالار به نام مالک ابن زور از اینجا میگذره. این خودش قبلا یه خوابی دیده، خود همین مالک ابن زور، همچون که بیداری من شما مجرای تقدیر خداونده، خواب من شما مجرای تقدیر خداونده. من شما مخلوقیم، او خالق است. خوابی دیده که از سرزمین کنعان یک کالایی به دستش میاد، یک متاع به دستش میاد که براش سود و فراوان داره. در همین زمان کاروان مالک میاد، آبکش رو میفرسته براشون آب بیاره. طور که عرض شد وقتی که دل و میندازه، یوسف به تناب آویزان میشه و از چاه مثل یک قرص شب 14 مثل ماه بدر طلوع میکنه. چشم این سقا، چشم این مرد آبکش که به جمال طفل رعنا میفته چنان شاد میشه، یک دستپاچه میشه. یا بشرا هذا غلام، مژده باد که این جوانی است، کودکی است. در همین جا نقشه بردگی یوسف آزاد، بندگی یوسف آزاد و این آقازاده محترم را در دل خودشون کشیدن. بیان عنوان که متاع خوبیه، کالای خوبیه برای تجارت در بازار مصر، پول زیادی به دستشون میاد، ولذا پنهانش کردن که کسی دیگه در او طمع نکنه، مدعی آقایش نکنه، نگه این مال ماست. و این نشون میده بردگیری، بنده فروشی یک کسب رایج بوده در تاریخ بشر. متاسفانه افراد بشر رو مثل حیوانات در تحت نفوذ جباران قرار میدادن و میفروختن. اگرچه این بردگی امروز فقط اسمش عوض شده. به هر حال به همین مناسبت برای یوسف جز بردگی و بندگی فکر دیگه در نظر کاروان نیومد. ولی کارشون اینه. فکر نکردن که این فرزند عزیزی است که از پدر و مادر جدا شده، گم شده، مفقود شده، باید اونو به والدینش برگردانن. آیا خداوند صرفشون کرد؟ ولی این خود انسان طبیعتا باید این فکر رو بکنه. هر انسانی اگه اینها میخواستن بدونن، هم به حکم عقل هم به حکم انصاف و تحقیق میکردن، یا حداقل از خود طفل سوال کنن تو کیستی؟ چرا در این چاه زندانی شدی؟ سبب اصلی چیه؟ اونم حتما جواب میداد که من فرزند یعقوبم، من نواده ابراهیم خلیل الله هم. برادرانم به خاطر حسد به بهانه تفریح و گردش منم اینجا آوردن که به باغ و صحرا ببرن، با اصرار از پدرم من رو جدا کردن. لیکن
به خاطر حسدشون، کینهشون، یا خوابی که من دیدم، با ظلم و ستمی که کردن منو برهنه کردن، یا داختن تو چاه. و دیشب هم عرض شد که برادرانش چگونه تهدید کردند که راست نگی ولی میکشیمت. آیا یوسف زندانی در چاه که الان در زندانی قافله شده، گرفتار قافله شده، از این قافله درخواستی کرد که آقا انصاف داشته باشید، انسانیت داشته باشید، جوانمردی داشته باشید، منو به پدرم پیر بازگردانید، از محل و مأوای من خبر نداره. در تاریخ چیز اندکی ذکر شده در این مورد، همونی که دیروز خدمتون عرض کردم، چون برادرانش تهدید کردند که و به زبان عبری هم، و که اگر باشون نرید و نگی ما بردیم تو رو میکشیم. اما اون چه مسلمه در نتیجه این کاروانیان سود پرست به این عنوان که سرمایه تجارتی که مفت مجانی به دستشون افتاده اینجوری نگاهش کردن، یه پولی در بیارن. لیکن تقدیر خدا بر همه سبقت میگیره. خداوند یوسف رو مشمول عنایت خودش میکنه. خداوند این عنایت بر من شما هم نازل کنه. این بردگیشو، این بندگیشو مقدمه سلطنتش و سعادتش و حتی نجات بنی اسرائیل قرار میده. به هر حال یهودا به عادت هر روزش میره سر چاه، جستجو میکنه از یوسف، اونو پیدا نمیکنه. یک کاروان در کنار چاه میبینه، میره به سوی کاروان، از یوسف پرسجو میکنه، پیداش میکنه. این خبر رو فوری برادرانش میرسونه که بیایید الان وقت تبعید یوسف فرا رسیده، وسایلش هم فراهم شده. برادرانش بعد از شنیدن این خبر فوری خودشونو میرسونن به کاروان، میگن که این طفل گریزپا غلامزاده ماست، این بد اخلاق فراریه، این طفل از دست ما فرار کرده، در چاه پنهان شده، ما حاضریم اینو به هر قیمتی که شده با شما بفروشیم. چطور؟ برای که اینا ترسیده بودن برادرانش که مبادا یوسف خودشو معرفی کنه و مالک ابن زور رئیس قافله اونو بازگردونه به پدرش و اینا موقع روسیا بشن پیش پدرشون و پیش مردم. و لذا بسیار مراقب بودن. وقتی که یوسف به دست کاروانه، فوری خودشون به کاروان رسوندن. خب با اون سابقه‌ای که فرزندان یعقوب در این سرزمین داشتن، خوشنام بودن، هیچ کس احتمال اینو نمیداد که فرزندان یک پیغمبر، به اصطلاح امروز فرزندان یک روحانی، بلا تشبیه البته، دروغ بگه. همچنان که بنی صدر احتمال نمیداد که خمینی دروغ بگه، ایرانیان احتمال نمیدادن، بخصوص شیعیان، که خمینی دروغ بگه، روحانیتشون دروغگوترین افراد در میان. و ورزه کسی اونها را به چنین خیانت متهم نمی کردن، خوشنام بودن. لذا با عجله اومدن اگه یوسف یه اظهاری بکنه، چیزی بگه، دست جمعی تکذیبش کنن، به هر وضعی شده اونو به عنوان یه برده بفروشن. و قبلا هم همونطور که عرض شد تهدیدش کرده بودن، همونجا جلوشون با عبری. اونا عبری نمیدونستن، اونا کاروان مصر بودن، در راه مصر دارن میرن. یوسف خردسال، کودک 9 ساله یا 12 ساله، در مقابل این جوانان تنومند چیکار میتونه بکنه؟ به خصوص که گفتاری که انجام دادن به نفع کاروان هم چیزی میخواد. این کاروان یه متاع زیبا رو دیده و میخواد اون مالکش بشه، بعدم با قیمت گران بره در مصر بفروشه. و وقتی که بزرگان این سرزمین، یعنی برادران یوسف علیه السلام،
اونو بنده خود معرفی کردن، این که برده ماست دیگه. کی که اگه یوسف هم چیزی بگه که به حرف یه بچه گوش کنه؟ آیا یوسف از خودش دفاعی کرده یا میتونست دفاع کنه یا خیر؟ در آیه چیزی نیست، لیکن در روایت ها چیزی هست، همون اتفاقی که با هم دیگه کردن. همچنان که عرض شد مفسران نوشتند که برادرانش قبلا بهش سفارش کردند که تو باید به بردگی ما اعتراف کنی، اگر نمیکشیمت. و یوسف مطمئن بود که میکشنش. یوسفی که هنوز صورت مبارکش از پنجه ظلم برادرانش سرخه و دیده که میخوان و یقین داره که میخوان اونو بکشن، چطور میتونه از دستورشون سرپیچی کنه؟ و با حقیقتا هم اگه با کاروان نمیرفت برادرانشون رو سر به نیست میکردن. لذا با این مقدمات یوسف ناچار که به بندگی خودش اعتراف کنه. اونا میخواد به عنوان یک برده اون از کنعان دور کنن که دیگه هیچ کسی نتونه ازش خبری بگیره و این خبر رو به پدرش برسونه. ولذا یوسف فوری به یک قیمت ارزان فروختن، یعنی چند درهم. در بعضی اخبار آمده که 20 درهم. برادرانش رو تحقیر کردن. وقت تحقیرش میکنن کاروان هم به سخنانش اعتماد نمیکنن. و بعد از جدایی مقصودشون عملی شد و شراه بثمن بخس دراهم معدوده. اینو انشاءالله در جلسه بعد بیشتر توضیح خواهم داد. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بریم سراغ کلیپ ها. این وضعیت لباس و رخت و لباس بچه های بلوچستان این مقنعه، این پای انقدر خاک گرفته به دلیل نبود کفش، این هم بچه های دیگه و ما خیلی واجب میدونیم که بریم موصل عراق دم مدرسه بسازیم و برای بچه های اینجا حتی یه دمپایی هم بسازیم. دنیا پرستان خیلی راحت از مرگ سخن به میان می آورند. شاید خیلی های دیگر هنوز فکر ساختن بهشتشان و گسترش ویلاهای لواسانات باشند به قیمت فروختن انسانیت. راستش گاهی زمین برای خیلی ها برعکس می چرخد که همیشه مشکلات برایشان سرازیر می شود و لقمه نان و جرعه آب و نسیم خنکی در گرمای سوزان تابستان برایشان می شود رویا و آرزو. کسی چه می داند شاید جهنم عده‌ای همین دنیاست. آری این قصه پرغصه مردم مظلوم روستای زاچ و داربست استان هرمزگان است. ما فقط یه برک میخوایم که یک کلور برای خودمان روشن کنیم. این علت چیه بچه های ما؟ نگاه کن. این از چیه؟ این از چیه نگاه کن. این خیلی یعنی یخ زده. آیا مردم این 2 تا روز 3 تا روستا جز ایران نیستن؟ جز استان هرمزگان نیستن؟ بیاد یک کسی ببینی مردم از نزدیک دارن چه زجری میکشن. آیا با این هوایی اگه که بچهای خودشون بودن، آیا با این هوایی اگه که بچهای خودشون بودن، آیا از بچهای آقازاده ها بودن واقعا اینجور رسیدگی میشد؟ حق این مردم مستضعف همینه؟ کجاست اون مسئولانی که
تکی کردن با این صندلی‌ها دل نمیکنن، نمیان پای کار ببینن مردم دارن چه زجری میکشن. ما الان 3 تا روستای بالا و 150 خانه 700 نفر جمعیت، اما یه روز استاندار نیومد اینجا ببینه مردم مشکلاتشون چیه. بچه ما تولد شد به خاطر همین هوای گرم توی همین چادر دیگه از دنیا رفت. خداوند از مسئولین ایران انتقام بگیرد. یک سگی را نزدیک مجلس عینک بهش دادن و اسمشو آیت الله گذاشتن. این در زمان حق داشتن اون موقع ها کسی نمیفهمید، ولی بعد از 42 سال که سگ کنه خنزیر رو به همین تشبیه میذاشتن بهتر بود. اون بود که اینا فخر میکنن به وجود اون هم مسلم نبود. نه، چون آیت الله رو تغییر کرده مسلم نبود. دوباره بشنوید. یک سگی را نزدیک مجلس عینک بهش دادن و اسمشو آیت الله گذاشتن. این در زمان اون بود که اینا فخر میکنن به وجود اون هم مسلم نبود. از تو مسلم تر بود، از تو زندیق غالی افراطی اون مسلم تر بود. حداقل شیر و خشک بر مدارس میفرستاد. من خوف این را دارم امروز و خدایا به فریاد اسلام برس امروز. این فریاد اسلامی که دوستش تو باشید دیگه کافیه براش. که مکتب ما منحرف جلوه داده بشد. خوب بفرمایید. اشک تمساح هم میریزه. مکتب شما امتحانشو داد 42 ساله، نه که ایران سوزان بلکه همه دنیا رو سوزان. این مکتب خانمان سوز، این مکتب ویرانگر، این مکتب اسلام سوز به نام اسلام. یا از اعمال من و شما، یا از اعمال کمیته ها، یا از اعمال دادگاه ها، یا از اعمال ادارات و وزارتخانه ها و امثال ذالک. رژیم سابق خطری نداشت. اگر یه معممی در رژیم سابق یه کار خلاف میکرد میگفتن این ساواکیه، این درباری است، این ساواکیه. امروز که ساواکی در کار نیست و همه دفن شدن، اگر از شما آقایون یه چیزی انشاءالله که اطلاعات شما هم دفن بشه و رژیم شما هم دفن بشه صادر بشد، میگن جمهوری اسلامی این است. مکتب ما متزلزل میشه. خدا این مکتب ویرانگر رو بسوزاند و مردم را و شیعیان را از شرش نجات بدهد. این اسکناسا سرمایه های ماست، اما لبنانی ها تو لنکروزشون پوزشو میدن. چطوری این دلار از کشور ما خارج میشه؟ اللقاء الأول مع الشهيد قاسم سليماني ذكرنا له أن المشكلة الأساسية عندنا في رواتب الموظفين. في اليوم الثاني وجدت 22 مليون دولار في حقائب موجودة في المطار. بله، سلیمانی حقوق کارمنداش هم از جیب ما میداد، اما فقط کارمندای یک کشور رو. حاج قاسم سلیمانی فرمود 6 ارتش بیرون از سرزمین ایران سازماندهی کردند. در لبنان به نام حزب الله، در فلسطین اشغالی به نام حماس و جهاد اسلامی، یک ارتش در سوریه، یک ارتش در عراق به نام هشت الشعبی و یک ارتش در یمن به نام انصار. اما حاج قاسم نفرمود که پول ایرانی‌ها رو با گونی و بی حساب به شکم صدها هزار خارجی تو کشورهای مختلف ریختن تا انقلاب صادر و فقر رو به ایران وارد کنن. بله. این خر تعصبیه این پیروان این مذهب. آقای احمد، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
علیکم السلام و رحمت الله. خدا بهتون عمر طولانی بده. خیلی متشکرم. سلامت باشید. سوالی دارم. زنی که شوهرش را از خونه بیرون کنه حکمش چیه؟ حکمش اینه که زن ناشزه، زن نافرمانه و آخر زمانه که زن مرد از خونه بیرون کنه. البته این در غرب اتفاق میفته، چون در غرب قانون با زنه. در شرق این محاله یا خیلی نادره و یکی از گناهان بزرگ اینه که زن نافرمانی کنه، اگرچه مرد و زن با تابع قانون شرق باشند، لکن در اسلام مدیر خانه مرده، زن نیست. زن بزرگترین جهادش از جهاد معافه، از جهاد به اصطلاح امروز ارتش به عهده مردانه، لیکن بزرگترین جهادش حسن تبعول همسرشه، نیک شوهرداری همسرشه، اطاعت از همسرشه. آقایی که شماراتون آخر 62 خود گفتی من هدایت شده هم. بله بسم الله الرحمن. قبل از همه چیز خودم رو معرفی میکنم. من جاسم باراکزهی 23 ساله از کرج هستم. خب باراکزهی یا که بلوچند یا افغان. در کرج که ما باراکزهی نداریم و متولد زاهدان هستم. نزدیک به حدوداً 12 سال میشه که به کرج آمدیم. این شد درست برای زندگی. چون من در ایران شرک زده بزرگ شده بودم و در خانواده بی نماز بودم، اهل نماز و ذکر نبودم، شانش بود نبودم. تا 1 سال پیش مسلمان نبودم و ایمان نداشتم و داستان هدایت من در 1 روز نبوده، بلکه به تدریج و کم کم رخ داده. به خاطر همین طولانیه، هیچ اشکال نداره. من از سن 13 سالگی یتیم شدم و پدرم مرد، خدا رحمتش کنه. پدرم مرد با ایمانی بود و از اون سن تا به امروز بسیار سختی و ظلم رو از اطرافیانم و دولت ایران بر سر خودم دیدم. من استاد همیشه قلبی مهربان داشتم و نازک. هر کسی منو اذیت میکرد، من در تنهایی میرفتم گریه میکردم، پیش خودم میگفتم دنیا چرا اینطوریه؟ چرا هیچ کس مثل من نیست در اطرافیانم؟ از آنجایی که دوستانی ناباب داشتم و اونا سرم کلاهبرداری کردن و پولم رو با حیله و فریب دزدیدن. من چند ماهی بسیار غمگین و ناراحت بودم تا 1 روزی که در دکه لباس فروشی در داخل پیاده‌رو مترو مشغول فروشندگی بودم. وقتی صدها انسان از مترو خارج می شدن به سوی پیاده‌رو، من به چهرهشون نگاه می کردم و من می اندیشیدم. با خودم گفتم این همه انسان با چهره مختلف، اما 1 سر و 2 چشم و 1 گوش و 1 دهان، ولی سیمای مختلف. این چیز عجیبی است. با خودم گفتم با آجور در نمیاد این همه انسان و این دنیا پیچیده برای خوردن و خوابیدن خلق شده باشد. آفرین. هدف واقعی انسان واقعا چی میتونه باشه؟ پس رفتم چند کتاب خریدم در مورد اهداف زندگی انسان. یکیش بهشت یا جهنم و یکیش مشکلات را شکلات کنید بود. اما استاد این کتاب ها منو قانع نکرد. من دنبال چیزی میگشتم قانع بشم. بعد از 2-3 ماه، چون اون صحنه در ذهنم سوال بود، از نام شما شنیده بودم. سالها پیش یکی از اطرافیانم گفته بود یک عالم بلوچ بسیار آگاه است و میگفت مولازاده نام دارد، در کانال ماهواره است و در بیشتر نظراتش نام شما را به زبان می آورد. من اونجا برای اولین بار با اسم شما آشنا شدم و بعد در اینجا که خیلی سوال داشتم گفتم ببینم تو کانال ها شاید کسی به سوالات من پاسخ قانع کننده بدهد و اون اسم شما بیادم بود. چون من خیلی انسان کنجکاوی هستم، گفتم مولازاده رو پیدا کنم ببینم چی جوابی برای هزاران سوال من داره و با شبکه‌های توحیدی بیشتر آشنا شدم. کم کم حرف‌های عالمان و از جمله شما به نظرم واقعی بود و یکم قانع کننده و هرچی بیشتر نگاه می‌کردم بیشتر دوست داشتم نگاه کنم. الحمدلله.
بعد چند روز گفتم اینا اینقدر از قرآن تعریف میکنن، چرا خودم نرم ببینم تو قرآن چی نوشته. آفرین راه درست همینه، چی نوشته. یا اصلا قرآن هم با ترجمه بفهمم بدک نیست، اصلا ببینم چه خبره تو قرآن. گفتم چند آیه قرآن دانلود کنم با ترجمه، ببینم تو این قرآن چی نوشته، یه سری بزنم و بدک نیست. چند آیه دانلود کردم با ترجمه. وقتی گوش میکردم تمام سوالها که هیچ کس نمیتونست جواب بده خود به خود تو ذهنم جواب داده میشد. این معجزه قرآنه، با دل آدم سر کار داره. بعد من فهمیدم انسان و دنیا برای چه هدف بزرگی خلق شدن. با خودم گفتم این همه سوال که همیشه تو ذهنم جواباش اینجاست، چقدر واقعی به نظر میاد. انگار قرآن با من حرف میزد. هر کسی قرآن بخونه همین احساس میکنه. از سر تحقیق قرآن بخونه میگه قرآن با من داره حرف میزنه. من بعد از پیدا کردن جواب هر سوال دیگه برام پیش می آمد، دوباره جوابش پیدا می شد. با خودم گفتم چقدر مردم دروغگو هستن، چقدر دروغ بهم گفتن. اصلا اینایی که میگن ما مسلمان نیستن چقدر پس هستن مردم. با خودم گفتم بیشتر این مردم اطرافیانم نه اینکه مسلمان نیستن بلکه ضد اسلام هستن. به خدا قسم گاهی وقتا قرآن گوش میکردم از که چشمان من میامد، به خاطر اینکه چقدر دنبال این سوالات بودم. اما فکر میکردم کسی نمیتواند منو قانع کند و جوابی پیدا نخواهم کرد. استاد قرآن یک کتاب نیست بلکه دنیای بزرگی است. اگر کسی باورش کنه از سایر مخلوقات جدا میشه و انسان به معنای درست میشد. آفرین بر شما. هم ذهنش تغییر میکند هم دنیایش جور دیگه میشه. من در جای زندگی میکنم که حتی ماها کسی رو نمیبینم نماز بخوند. برای من خیلی سخت است نگه داشتن ایمانم در داخل ایران شرک زده و چون هر سو نگاه میکنی شرک و کفر و فاحشگی است. با دیدن برنامه پرارزش شما علم کسب میکنم و در برابر گمراهی با علم حکمت از ایمانم محافظت میکنم. الحمدلله. همیشه از خداوند در نمازهام میخوام و این دعا رو میگم پروردگارا زمانی که سینه‌ام برای قبول کفر گشوده شد تو منو برگردان سوی خدا. اهدنا الصراط المستقیم یه معناش همینه که ما بسیار ضعیف و ناتوان هستیم. در این کار تنها تو این قدرت ها داری. بعد شروع به نماز خوندن و گوش کردن و خواندن کم بیش قرآن کردم. استاد من در هیچ مدرسه دینی درس نخوندم ولی خداوند چنان علمی به من داد که شاید به بعضی انسان ها در طول چند سال کسب علم ندهد. استاد عزیز این حرف من رو شما بهتر از خیلی ها درک میکنید. من حالا خودم رو بینا و شنوا میدونم. در گذشته من فکر میکردم اسلام افسانه است و داستانهایی بیش نیست و هیچ قدرت درکی نداشتم، ولی حالا خیلی درک بالایی از شنیدن حق پیدا کردم. من وقتی سر کار میام زود تلویزیون رو روشن میکنم و کانال توحید را میذارم. شما بسیار قدرت بیان قوی دارید، خواهش میکنم استغفرالله، و بسیار از قلب و حقیقتتون سخن میگویید و خیلی گویا و آشکار دعوت میکنید. من از تبلیغ هر عالمی لذت نمیبرم اما از سخنان شما خیلی لذت میبرم. استاد بزرگ در این زمانی که سربازان شیطان هر جایی هستند شما از فامیل و خیش خود دور شدید به خاطر بندگی الله. خدا قبول کنه و دعوت به سوی الله و من اندکی سختی های شما را درک میکنم. استاد شما کار بسیار بزرگی میکنید. من کار شما را بزرگتر از هر کشف بشر میدونم. خدا قبول کنه و این را هر کسی درک نمی کند. خداوند به شما در بالاترین جایگاه بهش درجه بدهد ما و شما را و در دنیا دریای رحمتش را از علم و ثروت از شما بیشتر کند ما و شما را تا مردم را هدایت کنید. به خواست الله من همیشه از علم شما استفاده می کنم و به علم خودم می افزایم. از ایمانم با علم حکمت محافظت می کنم. در این سرزمین شرک زده شما را خیلی دوست دارم. در پناه حق باشید. استاد بزرگ جهل تا چه حد
جود قسم، اینجا یه کلیپ فرستاد، جود قسم خورده بعد از شهادت امام حسین در خرابه ها مسکن کند و عزاداری کند. کلیپی که شما فرستادی. بله، اینا سربازان ابلیسن، این جهد پرستان و جوهای امامت، جهدهای امامت سربازان ابلیسن. بله، خیلی خوشحال شدم. خداوند دستم رو بگیرد و شما را در راه هدایت ثابت قدم نگه دارد. جاسم بارکزهی، همون قاسم بنویسم که شما نوشتید بهتره. قاسم بارکزهی هدایت شده. دوستان در ضمن یادتون باشه که فردا دوشنبه و روزه دوشنبه هم سنته. خداوند به ما و شما توفیق بده که چون این سنتی رو زنده بکنیم. آقای عبدالمجید، ازدواج اجباری از مولانا محمد امین سربازی رحمه الله. مردم میفهمند که زن خواستگاریش یا نکاح و چیزش نباید حرفی بزنه. نه، در شریعت مقدسه اینطور نیست. وقتی که اسلام آمد زن را مثل مرد اختیاراتی دارد. اگر پدر بگوید که من اینجا و را عقد میبندم و از اون مشوره هیچ جو از اون نپرسد، اصلا بکلی اجازتش هم نگیرد و را عقد بندد یک جایی، شریعت مقدسه این عقد را روان نمی‌دارد. اگر آن زن رضا ندهد این شخص او را به زور به جای عقد ببندد، گویا این شخص چه کاری کرد که دختر خود را به عمل زنای بعد تحویل دیگری داد. تمام. خدا رحمتش کنه. همچون که ازدواج اجباری جایز نیست، طلاق اجباری هم نمیفته. آیه اشکنام هدایت شده. علیکم السلام. پدر مهربان، خدا شما بده. هدایت برادر قاسم رو تبریک عرض میکنم خدمت شما. السلام علیکم و رحمت الله. جزاک الله خیر. خداوند روز به روز به دین نزدیکتر و مرتضیمترش کنه. براش دعای خیر بکنید همه شما. خانم ام اسما، جواب سوالمون ندادید. کدوم سوالو؟ چرا؟ دیشب سوالتون رو جواب دادم. در قرآن که ذکر کرده که مردگان در قیامت پا میخیزند. بله، دیشب جواب دادم.
استاد بنده 4 سال پیش آقای شماره آخرین شماره عدد شماره اخیرتون 29 بنده 4 سال پیش به لطف الله، به لطف شما و دیگر برادران و علمای تبلیغ الحمدلله راه سعادت را در دنیا و آخرت برام روشن شد. بگیم به لطف الله، خداونده که دلتون انداخته و چهرهای خبیث آخوندها و آباد کنندگان قبر و گنبد و بارگاه برام آشکار شد و حرف و موعظه های درباره اهل بیت و امامان رضی الله عنهم اجمعین با آب و تاب که فقط با احساسات انسان بازی میکنند همش تو خالی بود که ما را از توحید به دور کنند. بله الحمدلله، خدا را شکر. اگه لطف کنید یه اسم مستعارم به من بدید تا اسمتون رو یادداشت کنم. آقای امید شاهوزایی، این مولوی بلوچستان، موضوعش چیه؟ امروز من در نماز جمعه اعلام میکنم که در میان اهل سنت هیچ انگیزه نیست که اهل سنت رهبری داشته باشند، رهبر شیعه و سنی و همه ملت ایران حضرت آیت الله خامنه‌ای مقام معظم رهبری حمله راکتی قرار گرفتند هوایی و به درجه رفیع شهادت رسیدن. اولی رو اگه بشه یک توجیهی براش درست کرد که میگیم از ترس گفته یا فلان، که البته این که از ترس کسی باطل بگه پیش خدا مقبول نیست، لیکن میگه خب مقصودش رهبر سیاسی بوده نه رهبر دینی. اما اینکه یک مجرم و قاسم سلیمانی مجرم و طفلکشو که هزاران زن و مرد مسلمان اهل سنت در سوریه و عراق و کشته، چون این شخصی رو شهید گفتن، شهادت دروغین دادن و از یک ملا عیبه که شهادت دروغین بده و تزکیه دروغین بکنه. آقای صوفی عبدالحمید از خدا بترس، شهادت دروغین نده به خاطر دنیات، به خاطر چند روزی مردم برات پاشنت رو بلند کنند که وضو بگیرید، دست رو ببوسند. به خاطر این کارها آخرت تو نسوز، آخرت تو برباد نکن، برباد نده. این دنیا میگذره. در همون لحظه که هر پا زد من ردش کردم، در همون روز اول. جناب آقای قاسم سلیمانی و همراهانشان، سردار قاسم سلیمانی که آرزوی خودش هم شهادت بود. مشرک شهید میشه؟ کجا شنیدی که مشرک شهادت داره؟ کسی که غیر خدا رو میخونه، کسی که قائل به ولایت تکوینیه مثل خمینی، مثل خامنه‌ای. البته من میدونم که خود آقای صوفی عبدالحمید نمیدونه ولایت تکوینی یعنی چی، اینو من میدونم، من استاد سوادشو میدونم. کسی که 2 کلاس درس نخونده، کسی که اهل مطالعه نیست، این حرفا رو متوجه نمیشه. کسی که به خاطر شعر حافظ گریه میکنه، کار به این موضوع ندارم. حرف من اینه که شهادت دروغین نده. وقتی که خمینی ائمه مرده ای را که خود اهل سنت بودند فرماندهان هستی بدونند، به اتفاق اهل اسلام این کفره، به اتفاق اهل سنت این کفره، اینا را شما شهید میدونید؟ قطعا شما شهید نمیدونید، دارید دروغ میگید، دارید نفاق میکنید، مثل همه منافقانی که دین رو به خاطر دنیا میفروشن. و از این نمونه ها در دنیا اسلام پره. چرا پیامبر خدا فرموده که من بیشتر از دجال از عالمانی بر شما میترسم که منافقان علیم اللسانند، کسانی که دین رو به دنیا دیگران میفروشن. استادی داشتیم به نام، هنوز هم زنده، آقای دکتر مصطفی البقا. این کنایه میزد و مفتی سوریه
میگو هر کشوری یک مفتی داره، یک مفتین داره. مفتی و مفتین. آلمان دین فروش هر جا هستن. آلمانی که دنیا میخرند دین رو مثل کالا بگیر بده مفت مجانی. این واعظان که جلوه بر محراب منبر میکنند، چون به خلوت میروند آن کار رو دیگر میکنند. و این مرض تازه ای نیست، مرض قدیمیه. و لحظه ما این جنایت را با شدت محکوم میکنیم. اهل سنت ایران در این دوره حضرت آیت الله رئیسی به عنوان اصلح‌ترین کاندید انتخاب کردند. اینم یه دروغ. وقتی که مولوی عبدالحمید شهادت دروغی میده، شاگردانش هم دروغ میگن دیگه. ملت ایران یک قاتل اسلحه، آیا یک قاتل که در محاکمه بین المللی به عنوان یک مجرم و تروریست مورد محاکمه، این اسلحه به آیت الله سید ابراهیم رئیسی رأی میدهد به خاطر اینکه در قوه مجریه هم عدالت رو اجرا بکنند. من خوشامد میگم به جناب مولوی محمد طیب حافظ پسر عبدالحمید حافظ. تشکر میکنم ازشون. گناه همه اینها علاوه بر که بر پای خودشون هست، به پای عبدالحمید هم هست. اوست که این جاده صاف کنی رو میکنه. فیروزی بود که در مردم افغانستان، ملت افغانستان به دست آورد و نیروهای خارجی کشورشون را ترک کردند و کشور افتاد به دست مردم افغانستان. توی این حرف درسته؟ دنیا هم اینطوره که ورشکستگان سیاسی به تحریک می‌پردازند و این ملت را تحریک میکنند به نام مقاومت، به نام‌های گوناگون و میخواهند که هنوز ملت. این حرفش درسته. مخالفان طالبان از احمد مسعود گرفته تا بقیه مزدوران، آدم باید درست بگه درست، باطل بگه باطل. اینجا که درست میگه میگیم درست میگه. افغانان نگذارند که استراحت کنه، راحت بشه باشه و در زمینه سازندگی و ساختن کشورشون با کنار هم قرار بگیرن. تحریک میکنه اینها را به درگیری، به مقاومت، به جنگ. ایشون در حقیقت ضمن این که چراغ سبزی میده به بر اساس ارزیابی شما اون طرف در داخل ایران هم براش بهتر بشه. به نظرم بله، همین امروز در کلاب هاوس، در یکی از کلاب های خبر، یکی از روزنامه‌نگاران صحبت از این کرد که کسانی که به خاطر موضع آقای مولوی عبدالحمید در چند وقت گذشته از ایشون انتقاد کردن تهدید شدن یا به اونها تذکر دادن. ظاهرا الان آقای مولوی عبدالحمید هم در زمره خط قرمزهای نظام قرار گرفتن. به هر حال جمهوری اسلامی هم عبدالحمید قبلا خودشو ابزار دست لایک های داخل ایران قرار داده بود. خب این از بی تدبیری بود. اونا هم دنبال یه رهبر میگشتن که ازش سوء استفاده بکنن. وقتی از طالبان طرفداری کرد، اونا جایزشون رو پس گرفتن. اما اگه ایشون تدبیر سیاسی می داشت، عقل و حکمت می داشت، نباید ابزار دست می شد. موضعش راجع به طالبان خوبه. آقای محمد از روسیه. سلام و رحمت الله به همه بینندگان و سلام خاص خدمت برادر باراکزایی. خداوند ازشان بپذیرد. خیلی متشکرم. امریکا همراه نوکرانشان میروند. صحبت شهید دکتر محمد ایاز نیازی، خدا رحمتش کنه.
به نفع ما نیست. و کسایی که اعتماد دارند و آرزو دارند که امریکا کاکا در اینجا باقی میماند، برشان اطمینان میدم 100 بار با بسیار اطمینان برتان میگم که امریکا کارش خلاص کرد. در نشست 16 روزه کمک کارش برنامهش کم مانده است. او میرود. کسی که به امریکا ایمان آورده بود برش میگم خلاص شد، بادارت میرود. و خودش فریاد زده رئیس. طولانی ترین جنگ پر مصرف ملت امریکا در مقابل حکومت به پا میخیزد. چی شد؟ نتیجه جنگ چی شد؟ و میره پشت کارش. بس ما و تو هستیم که دستر یک دیگر میزنیم و خون یک دیگر میریزانیم. بیا که ما و خودت جور بیاییم. بیا که ما و خودت او منافع خود به دست آورد، مقاصد خود به دست آورد، تضمینات خود به دست آورد. فکر باشه یگان وقتی میگه که نه ما شما را تنها نمیمانیم، فکر باشه قصه شیطان است. لا غالب لكم اليوم من الناس و اینی جار لكم. او در حالت گریز است. فکر بگیر ما اینجا میمانیم، ما و خودت اینجا میمانیم. کمیشنکاران میروند، کسانی که تذکره پاسپورت های خارجی دارند و از این سرزمین نیستن، اونا خوب پشت کاری پشت ما و خودت نمیگن، در قصه ما و خودت نیستن. ما هستیم که انشالله فرزندان اصیل این سرزمین همه به یک آواز میگیم تا قطره های خونمان از افغانستان دفاع خواهیم کرد. ما از این خاک دفاع میکنیم، به جانمان، به مالمان، به خونمان، به همه چیزمان. ما به صلح ضرورت داریم که در این سرزمین متضرر میشیم، قربانی میدیم. هر روز جنگ از ما قربانی میگیرن، از هر دو طرف فرزندان سرزمین کشته میشوند. ما باید به خاطر صلح قربانی بدیم، به خاطر صلح از همه، از چوکی و از منافع از همه چیز تیر شیم تا اینکه در سرزمین صلح و آرامی بیاید. یا الله از ما راضی شو. یا الله به لطف و کرمت تمام دروازه ها برای ما بند است. دروازه خود پروردگارا انتقام افغانستان و دشمنان اسلام را نابود بساز. خدا رحمتش کنه و شهادتش را بپذیرد. جلوی مرگ را بگیرید از مولانا نعمت الله. اگر شما میگید قیامتی نیست، جلوی مرگ را بگیرید. یکی از دلایل قیامت مرگ. مرگ وقتی میخواهد بیاید شما جلوی مرگ را بگیرید. الله تعالی میگه هیچ قدرتی نیست. من وقتی هر کس را میخواهم بکشم و انتم حینئذ تنظرون، شما دیگه نشستید و دست را بالای دست میزنید. جز نگاه کردن حضرت دکتر صاحب، حضرت مفتی صاحب، حضرت مولانا صاحب ما دارد جان میدهد و هیچ قدرتی نیست که جلوی مرگ را بگیرد. یکی از دلایل قیامت مرگ است. الله تعالی میگه ان کنتم غیر مدینین ترجعونها. خب بعد از ببخشید من نبرده بودمش رو ایر. چرا بردمش؟ عجیبه. آقای محمد زاهد صوفی بازی. او محمد اسحاق غلام ستاسو در یمان او کو بیا وایو جانان مبارک شه. شما در سوالی که بنده دارم، یک بار دیدید که صوفی عبدالحمید و صوفی قاسم که مسجد مکی رو به صوفی خانه مبدل کردند یک بار بر علیه اینا حرف بزنه؟ بر علیه بدعت های تصوف حرف بزنه؟
شیخشون عبادت میکنن، همچنان که مردم در مقابل خدا کرنش میکنن، اینا در مقابل شیخشون. اعوذ بالله، اعوذ بالله، پناه بر خدا. لعن امام ابو حنیفه رحمه الله توسط آخوند رافضی که صحابه پیامبر رو لعن میکنه تا چه رسه به ائمه اربعه دیگران. آخوند دروغگو میگه مولانا عبدالحمید عکس ملا عمر گذاشته رو میزش و از طالبان برای این حمایت میکنه تا بلوچستان از ایران جدا کنه. اینو منتشر کردم قبلا. آخوند دروغ میگه. واجب هر عالم اهل سنتی است که از هر مسلمانی در سراسر دنیا دفاع بکنه، چه طالبان باشه چه غیر طالبان، بخصوص طالبانی که بر تطبیق شرع اومدن. اما آخوند شیعه که سرمایش دروغ و فریب و افترا و نیرنگه، بله رسول خدا صلی الله علیه و آله با لباس مبارکشون دفن شده. شما سوال کردی من یادم رفت. آقای سید شهاب محمودی حمایت گستاخانه مولوی عبدالحمید از اعضای گروه‌های تروریستی داعش و القاعده و جیش، نه، از داعش و قاعده و جیش العدل دفاع نکرده. اینم یه افترا دیگه. ببین این کیه که این حرف میزنه؟ اخیراً در کردستان انجام گرفته و گران امروز دستگیری هایی که اخیراً در کردستان انجام گرفته و عده زیادی بازداشت شدن، هنوز معلوم نیست که به چه علت. چون که علت معلوم نیست، ما نگرانیم، معتقدیم که به هر حال مسئولین وضعیت اینها را مشخص کنند. مسئولین حق ندارند که اهل سنت رو بگیرن. مسئولین حق ندارند که به خاطر عقاید اهل سنت رو بگیرن، بلکه در قانون مذاهب چهارگانه اهل سنت مجازه. و جرم چیزی دارم، گناهی دارم مشخص بشه. اینجا که ایشون حرف حق میزنه اطلاعات بدش میاد، ناراحته، کلیپ درست میکنه بر علیهش. تا دنیا بدونه که اینا چرا دستگیر شدن. عده زیادی من شنیدم که اینجا توی زنده داره از کردستان، از اهل سنت کردستان دفاع میکنه که واجب هر مسلمانی است، همچنان که قبلا گفتم، از مسلمانان دیگه دفاع بکنه، چه داخل ایران چه خارج ایران. المسلم اخو المسلم لا یخذله ولا یسلمه. مسلمان برادر مسلمانه، نه دست از کمکش بر میداره
و نه تسلیم دشمنش میکنه. این واجب هر مسلمانی است. همچنان که دولت تروریستی و مجرم ایران اگر یک شیعه در جنوب افریقا هم سرما خورده باشه، نه اینکه براش دوا میفرسته، ازش دفاع میکنه. چرا شما خودتون حق دارید دفاع بکنید؟ اهل سنت حق ندارن دفاع بکنن؟ ولی بیشرمیه. اطلاعات ایران حد و حدود نداره و قالتاق بودن این مذهب هم حد و حدود نداره. دانه های استانمون در منتظر اعدامن، قصاص بر حق هر کسی با سلاح مبارزه بکنه و آدم بزنه، بالاخره او حکمش سنگینه در اسلام. ولی کسی که آدمی نه سلاح در هر مورد حکمش سنگینه. انسان حق داره از خودش دفاع بکنه. اگه دولت ظالمانه اومد، ظالمانه کسی مفت مجانی نشسته تو خونش، دولت بیاد از پشت بام بیاد داخل منزل بشه، اطلاعات از خودش دفاع بکنه، شهیده. هر کسی از خودش دفاع بکنه شهیده، مادامی که مسلمان موحده. اما سلاح بر علیه یک دولت مشروع برداشتن، مثل طالبان مثلا که الان احمد مسعود سلاح برداشته، این سلاح بغاته، سلاح متجاوزانه. سلاحی که داعش مجرم برداشته همچنین. بالاخره نکشته، تو یک گروهی رفته و الان آمده توی زندان و پشیمان شده و یک قبل از دستگیری پشیمان شده است، قتل مرتکب نشده. و اونها که بعضی از همین ها این حرفا میزنن از اعدامی های گذشته، اینها نباید این اعدام داده بشن. خب اینا نباید اعدام داده بشن. کسی که اینا رو اعدام کرده چرا ازشون دفاع میکنید؟ کسی که اینا رو اعدام کرده همین رئیسی مجرم بوده. چرا آرای اهل سنت رو به دروغ تشویق کرده که به این آقا رأی بدن؟ اون مجرمی که اینها رو به قتل رسونده همین شخصه. چرا به یک انسان قاتل رأی دادید؟ این کلیپ که واضحه، این کلیپ رو اطلاعات ایران درست کرده. علمای اهل سنت چرا واقعی قدیر را منکر می شوند؟ نه منکر نمیشن، لیکن شما از کاهی کوه درست کردید. بله ببینیم چه خبره. نفر از گونه درشتای کسایی که روایت‌های بسیار زیادی خیلی در حقیقت مایه میذارن، یعنی هر جا میخوان استناد بکنه. تمام نریم دیگه. 1400 یه چیزی رو شما بگم، هستی ولی کی آفریده شده؟ ابروبادو مها خورشید و فلک از قرآن دارم. این شعر ابروبادو ترجمه قرآنه. قرآن میگه هستی رو بر تو آفریدم. خلق لکم، کلمه لکم یعنی مال توه. خلق لکم. احمق نگفته خلق لکم یعنی مال توه، یعنی برای شما. همه چی مال خداست. خالق این هستی خداونده. لکم برای شما درست کرده. سماوات خلق لکم، از خلق لکم، سخر لکم، سخر لکم، سخر لکم، متاعا لکم. خیلی لکم تو قرآن زیاده. ترجمه اینه که کل هستی رو برای تو آفریده. خب این یه قسمت از آیه که کل هستی برای بشر. بعد میگی خب بشر برای چی آفریدی؟ میگم بشر برای که خدایی بشه. خب برای که خدایی بشه، نه که برای که امامی بشه، نه که به امام اولاد تکوینی بده، برای که موحد باشه، خداپرست باشه. ما خلقت الجن والانس عبادت هم فقط نمازی، هم کار خدایی، نجاری، جبهه، همسرداری. خب قبل از اینکه سبسته برید، خب الا لیعبدون یعنی مرا عبادت کنن. شما که وقتی غیر خدا رو میخونید که خدا رو عبادت نمی کنید. شما وقتی میگی یا علی مدد،
این عبادت علیه، مدد از علی خواستی، یا شیخ مدد یا پیر مدد، بر همین منوال. و شما خدا را عبادت نکردی. لیکن خود علی هرگز نگفته یا خودم مدد بلکه از خدا مدد میجوسته. پس شما در راه علی نیستی، دروغ میگویید، مثل همه مذاهب ضاله و ادیان ضاله. بچه داری، تعلیم، تربیت، قربتان الله، هر کاری که پس میگه کل هستی ابروبا و دومه و خورشید مال توه، تو هم باید خدایی بشی. حالا هستی رو برای بشر آفریده، از بشر هم میخواد خدای بشه. وقتی بشر دستش دست معصوم نبود بشه. نه این چه قیاس مع الفارقیه؟ دست معصوم باشه یعنی چی؟ خدا بلد نبود همین حرفو بزنه؟ این قیاس شیطانی و ابلیسی رو که شما انجام میدید خدا بلد نبود؟ چون مقصود معصوم 12 امامه و خب تازه 12 امام رفتن، معصوم رفت، بعدش چی؟ یعنی بحث کسی خلافکار باشه، آدم اگر رهبرش خلافکار باشه میشه به خدا برسن. اینو چرت و پرته، اینو چرندیاته. رهبرش خب الان همین رهبر شما که تریاکیه معصومه، بالاخره شیعه ناچار شد دست از ته چاه برداره، اونو بذاره برای امام، برای خودش رهبر درست کنه به نام نایب اون ته چاهی. بالاخره که شما در میدان سیاسی ناچار شده روش اهل سنت رو به کار ببرید. الان آقای خامنه‌ای معصومه؟ این مراجع کفر و شرکی که ازشون تقلید میکنن معصومه؟ مرحله بی همراهی حزب مکن میشه ببینید آقا، اینا سر مردم شیره مالیدنه، اینا قیاس های مع الفارقه. نمیشه. شما میگی نمیشه، قرآن بلد نبود بگه؟ نمیشه. خب دیگه چنان عامیانه که دیگه بیشتر از این وقت رو تلف کردن روی آقا. آقای سامان، سلام استاد، شما نور چشم ما مردم بروز خواهش میکنم. علیکم سلامت باشید. ما مردم بروز به شما علمای ربانی افتخار میکنیم، خدا ما را از اون قرار بده. شما مایه سربلندی و افتخار ما مردم بروز هستن. خواهش میکنم. متاسفانه الان اطلاعات دست به کار شده و داره کلیپ های مولی عبدالحمید رو میفرسته، میخواد تفرقه ایجاد کنه. نه، این کلیپ ها قدیمیه، الان نیست. کلیپ ها رو من دیدم، قبلا هم دیدم. بله. ما مردم بروز خواهشی که از شما داریم این است که درباره مولی عبدالحمید بحث نکنید. نه، این حرف من قبول نمی کنم. هر کسی حرف ببین، در همین یک کلیپ حرف حقی که زد تاییدش کردم، حرف باطلی که زد ردش کردم. عزیزان خواهش میکنم با اهل علم موضوعی برخورد کنید، یکی رو با آسمان نبرید، دیگری رو به زمین نزنید. هر کسی حرف حقی زد بپذیرید، حرف ناحقی زد بندازید دور. تفاوت اهل سنت با اهل بدعت در همین نقطه، یکی از تفاوت هاشون. خواهش میکنم که ناراحت نشید و بذارید بنده به همین روشی که در این 20 سال داشتم ادامه بدم. آقای محمد باقر از سنندج، سلام. استاد استعداد دادی زندگی انسان دو بعدی است، هم مادی هم معنوی. در اکثر برنامه‌های تلویزیون توحیدی بیشتر به مسائل معنوی می‌پردازند. در برنامه‌های اسلام در بعد مادی که ضرورت زندگی و مکمل بعد معنوی جمله اقتصاد در جهاد و آموزش پرورش، مسکن، آب، خاک، ازدواج، توسعه اقتصادی و غیره نمی‌پردازید. برای که همچین نیرویی نداریم. بنده از اقتصاد حرف بزنم یعنی چی؟ تخصص هم نیست. هر کسی در تخصص خودش حرف بزنه. وانگهی همه اینها نیرو میخواد، نیرو پول میخواد. نمیخوام شماتت کنم. شما ها که نشستید تو خونه هاتون نمیدونید که ما چه مصیبت هایی میکشیم. همین که بیام تو خونه های شما نمیدونید ما چه مصیبت ها کشیدیم و چه مصیبت ها میکشیم. بله.
معذورید، شما که حاضر به کمک مادی نیستید معذورید از داخل ایران. دقت میکنید؟ بله. آقای شکری از شهریار حذف کردید. طنز اسلام و ایران، شما خودتون رو معرفی نکردید. وقتی من هدایت شدم عرض کردم که یه اسم مستعارم بده. عبدالله پارسی. بسیار. از چه شهری هستین آقای عبدالله پارسی؟ ابو عبدالله پارسی. اینجا شما اسم خودتون نوشتید، اگه لطف کنید بفرمایید که از چه شهری هستید بهتر. از قزوین. خیلی خوش آمدید. اسلام یه دین کهنه است، مال عربای 1400 سال پیشه. فقط گفتار نیست، پندار نیست، کردار نیست. این جمله از کیه؟ زرتشت، پیغمبر ایرانی که 2500 سال پیش زندگی میکرد. این که خیلی کامله تره. این خودکار من کجا ره؟ یعنی الان ما باید زرتشتی بشیم؟ معلومه دیگه، دین عربا ارزونی خودشون، اونا به ما حمله کردن. اصلا ما به زور شمشیر مسلمون شدیم. پس چرا وقتی به حمله کرد با بودایی نشدی؟ یا وقتی اسکندر حمله کرد؟ تازه اگه قرار حمله شود به دین حمله کند در بیاد، چرا وقتی ایرانی‌ها روبیا را شکست دادن روبیا زرتشتی نشدن؟ منم یه جا خوندم اندونزی 264 میلیون جمعیت داره، 86% مسلمونن. اونجا که کسی اصلا شمشیر ندادی. اندونزی سمت مرکز منطقه شرق آسیا، کوالالالامپور. این خودکار من کجاست؟ هرچی یه ایرانی اعتقاداتش هم باید ایرانی باشه. دین عربا به درد خودشون میخوره. خود اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها که مسیحی هست. خب که چی؟ اگه خودکارتون نمیفته عارضم خدمتتون که مسیحیت یه دین آسیاییه، اما اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها مسیحی هست، کلی هم تبلیغش میکنن. استاد یه سوال دیگه، تا من خودکارمو پیدا نکردم کسی حق سوال کردن نداره. استاد به فکر دیکس کمرت نیستی مواظب زانوهای شلوارت باش. خودکارت هم تو جیبت اگه لازمش داری. بله، تنظیه که خیلی حقیقت توش هست. بله، شما که به من ایراد میگیرید که چرا گفتی خر، خب این واژه فقط من به کار نمیبرم، خیلی از بزرگان به کار بردن. بفرمایید. خیلی خری. یکی دیگه بفرمایید. خیلی خری. اون واقعا خری. اون نیست که همچین خیلی واژه بدی هم نیست. خب حالا بریم سر اصل کار خودم. اون چیزی که باعث شد من این برنامه رو بسازم این هست که خیلی از این دوستان میگفتن آلیفر این چیزایی که تو گفتی کفر، وهن، دریوریه، چرت و پرته. من همونطور که اول اون کلیپ هم گفتم که دوستان من اینها رو نقل قول دارم میکنم، از خودم در نمیارم، اسنادش موجوده تو کانال شب نشینی ها رو برید ببینید. مثل اینکه احساس کردم خیلی از این کلیپ ها که تو فضای مجازی به ما میرسه به دست این برادرای ارزشی و بسیجی و علما و طلاب و روحانیون و
آقایون نمیرسه، یعنی اینا که مبینیم اینا ندیدن. من برای اینکه نشون بدم آقا حرفایی که من زدم مستندام آوردم تو این برنامه، یکی الان نشونتون میدم. البته این دریوری‌ها رو میخواید بگیدم بگید، من مشکلی ندارم. شما هرچی اینا رو بگید، بیشتر بگید، سوژه طنز برای ما درست میکنید. دستتون هم درد نکنه، دستتون هم میبوسیم. ولی مسئله ایرادی است که میگیرن که عالی پیام چرا اینا رو میگی وهن دین، وهن اسلامه. آقا این وهن قصه پردازی شما درست میکنه، من درست نمیکنم. اگه جمعه برید جلوی اینا رو بگیرید. خیلی هاشون تلویزیون، رادیو تلویزیون خودتون داری پخش میشه، خیلی هاشون بالای منابع رسمی خودتونه قصه پردازی میکنید. من با این قصه ها مشکل دارم، همونطور که خیلی از علمای خودتونم مشکل دارم. بحث من سر اینه که با این قصه سازی ها به شعور به خاطر توهین نکن. قبل از اینکه ما بریم سر اصل مطلب، یک کلیپ با هم دیگه ببینیم. از منابع مربوط به صدر اسلام در رأسش مربوط به امیرالمومنین، حتی نسبت به خود نبوی و نسبت به امام حسین و محمد ابن حنفیه و حمزه که انواع اقسام آدما برسه تا ابو مسلم، اینا داستانه و داستان صورت تاریخی به خودش گرفته. تمام اشکال اینه، یعنی داستان رو یک کسی ساخته. ملاحظه فرمودین. یکی دیگه هم ببینیم. جمکران هیچ مأخذ و مدرکی ندارد. من اینو صریح و محکم خدمت شما عرض میکنم. ملاحظه. حالا میگید اینا رو قبول ندارید، باشه. آیت الله برقعی و آیت الله حیدری هم قبول ندارید، وهابیان علت بلد، باشه. آیت الله مطهری رو قبول دارید؟ یا آیت الله مطهری که نمیتونید بگید قبول نداریم. اجازه بدید از آیت الله مطهری بشنویم، همون بزرگواری که میگن شیعه ها قالتاق ترین مردم روی زمینن. بفرمایید. در نقل و بازگو کردن حادثه عاشورا ما هزاران تحریف وارد کرده ایم، هم تحریف های لفظی یعنی شکلی ظاهری راجع به اصل قضایا، راجع به مقدمات قضایا، راجع به متن مطلب، راجع به حواشی مطلب، راجع به همه چیز، و هم در تفسیر این حادثه ما تحریف کرده ایم. مطلب اونقدر زیاد است که قابل بیان کردن نیست، اونقدر زیاد است. اگر بخوان جمع بکنن روزهایی که میخونن و دروغ است تا چند جلد کتاب 500 صفحه‌ای بشود. خب خستتون کردم، این مقدمه خیلی طولانی شد، قرار نبوده اینقدر طولانی بشه. بریم سراغ اصل ماجرا. شیخ نشأت تو لگن گفت یه معجزه خفن، سوسمار و پیغمبر ما با هم دیگه گپ می زدن. عربی مارمولکی رو صید کرده بود، آمد خدمت پیغمبر گفت من به تو ایمان نمیارم تا اینکه این مارمولک به تو ایمان بیاره. و وقتی مارمولک رها کرد روی زمین، پیغمبر صداش زدن یا ظبیه یا ظبیه. همونطور که فرار میکرد برگشت، نگاه کرد به پیغمبر. پیغمبر فرمود من کیم؟ به زبان فصیح عربی اون مارمولک با پیغمبر سخن گفت. به زبان فصیح عربی گفت السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا نبی الله. نشأت رو درخت بید گفت شما نمیدونید قبل زمین و آسمون خدا علی را آفرید. علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین قبل خلقت ان یخلق الآدم. علی امیر المؤمنین بوده قبل از اینی که آدم ابوالبشر رو خدا خلق کنه. درست میگی. نشأت روی پمپ باد گفت عوام بی سواد. یه شیر اومد پیش امام گفت زدن میخواد بزاد. حضرت فرمودن این شیر اومد وقتی که با من صحبت میکرد اینو گفتش که تو امام زمان منی، تو موسی بن جعفری، زن من باردار است. موسی بن جعفر امام زمان من، حیوان میفهمه.
ای باریکلا به او حیوان که امام زمانش رو درک داره میکنه. بعد عرضه داشتش که حضرت فرمودن به من گفت تو امام زمانمی، جایی ندارم برم. حضور اولتون که عرض کنم کجا برم؟ اومدم در خونه شما رو تو بیابان پیدا کردم. دعا کنید همسرم راحت وضع امن بکنن. رفت و نشست رو کلید، گفت شنیدید یزید نشسته بود جیش بکنه، عقربه اونجا شو یزید رفت جایی عجل کمال ادرار بکنه. که نشست عقربه بود و حالت تناسلی شد یزید. گفتم آره تو راست میگی. نشست توی تیاره، گفت بهارالانواره دستای پیغمبر ما لوله کش. خب با عرض سلام مجدد. آقای هدایت شده هیئتی، منبر فریب، آفرین بر شما. این هندوها اعتقاد عجیبی به حضرت حسین علیه السلام دارن. میگن ما هر چه بخواهیم میریم از حسین میگیریم، هر چه بخواهیم. خب پس چرا هندو اگه اینطوریه چرا شیعه نمیشن؟ هر چی میخواد حسین بگیره بیاد شیعه بشه. چرا به هندویسمش مونده؟ اگر که تشیع با هندویسم با بتپرستی هندوها خیلی تفاوت نداره، جز اینکه این بتپرستی ها به نام اهل بیت صورت میگیره. اونا بتهاشون بتهای عادیه. اونا تازه هزاران نفرشون عبرت گرفتن، بعد از کرونا بتهاشون انداختن تو دریا. شما هیچ عبرت نگرفتید. یعنی که شرک شما حتی شرک هندوها هم غلیظ‌تره متاسفانه. خدای متعالم به جهات گوناگون مشکلات اینا رو حل میکنه. چرا خدا؟ مگه حسین ولایت تکوینی نداره؟ نیازی به خدا هم داره؟ نعوذ بالله. به خاطر توسل اونها به حضرت ابا عبدالله علیه السلام مشکلاتشون رو حل میکنه. اینجا میخواد ماسمالی کنه، اینجا در آخرش ماسمالی میکنه. چه کردن با افکار مردم با افکار این مردم؟ بله. خدا من دست پام قطع کنم، سینه خیز برم، فقط آرزو دارم امام حسین ببوسم، تل زینب برم، بعدا منو بیارین بکشین. هیچی از دنیا، نه مالی نه اولادی، هیچی نمیخوام. قربون خاک پاتون بریم. ما حاضرم دست پام قطع کنیم، اگر اومدم امضا میکنم، فقط امام حسین ببوسم، منو بکشین. هیچی نمیخوام از دنیا، نه اولادی، هیچی نمیخوام. فقط من بام شما بام بیارین، فقط امام حسین ببوسم. بتپرستی خالص، اینایی که عالمان باید آگاهشون کنن، ناآگاه‌ترشون میکنن. منبر هاپوی پارسکون قرار بود مقام انسانیت برسن، به سگ شدن رسیدن و افتخار هم میکنن. بله. خودم میگه آقا شرافت انسانی رو پایین نیارید، نجید سگ. نه آقا، عرض من اینو تشبیه، من دارم خودم رو بالا میبرم. تشبیه یعنی آقا سگ شرف داره بر تو، بگو من سگم. آقا شیخ عباس قومی اهل معرفت. کی گفته؟ اهل معرفت که سگ پرست نمیشه که.
عمر آقا تو معرفت و معارف اهل بیت کار کرده، بچه‌ش مریض شد میخواستن ببرنش دکتر، گفت نه آقا یه استکان آب کن بیار اینجا. خب چرا آقای خمینی همچی استکانی آب نکرد؟ آقای خامنه‌ای همچی استکانی آب نکرد؟ انگشتشو زد توش گفت بدین بخوره. من با این انگشتان عمری روایات و اخبار اهل بیت نوشتم. خریت هم همینه با انگشت مردم شفا بده. این آقا میفهمه سگ گفتن یعنی تشبیه خودت رو بالا ببری رفعت بدهی. وقتی طور میگه شاها چو سجی تو را بباید جر من بومان سج تو شاید. بله. ادبیات تشیع و بعضا تصوف از انسان سگ درست میکنه، سگ پروره، انسان رو چنان زبون میکنه از یک طرف و معبوداشون و بزرگانشون رو خدا میکنن. شیخ ها و قطب و پیر و پاتال و قلندر و امام و امامزاده درست میکنن، اینا رو جای خدا میشونن، خودشون رو سگ میکنن. افراط و تفریط هم همینه. اسلام دین اعتداله. پیغمبران هم نباید خدا کرد، ملائکه هم نباید خدا کرد، هر کسی سر جا خودش، مخلوقن همه و اینه که با فطرت میسازه. ولذا شما هر مسیح پرستی، علی پرستی، قبر پرستی، شیخ پرستی، پیر پرستی رو نگاه کنید، در داخل خودش در تضاده، در جنگه، قانع نیست، به خاطر تبلیغات فریب خورده این کار رو میکنه. پدر و مادر خمینی، بله اتفاقا همشکلش هم هستن، پدرش خیلی همشکلشه. این آقای هندویی که در حوزه انگلیس در خمین زندگی میکرد، انگلیس از این چیزا تو چندتاش خیلی داره از زمان استعمار تا الان. آقای عبدالواسع، سیگار نظری در عراق، اینو قبل پخش کردن دیروز. آقای محمد رسولی، استاد گرامی حفظ الله، شما وقتی نصیحت یا انتقاد میکنید از شخصی به خاطر مقام و کارهای دنیا نیست. اگر شما انتقاد و نصیحت نکنید پس که این را در داخل چی؟ نمیدونم چه نوشته، جرشت را دارد، جرأتش را دارد. این است که جرأت بدکاران زیاد شده و دنیا آخرت عوام را به تاراج میبرن. خیلی متشکرم. آقای عبدالرحیم، دوست جبهه‌ای هدایت شده، علیکم السلام. چرا باید آخوندها 100 ساله و 100 کیلو با اسم القاب دهن پرکن با دروغ بگن؟ همشون از دم میدونن قرآن چیه و اسلام چیه و محمد و آل محمد علیه السلام چه کسانی هستند. علت مسخره گرفتن اسلام و قرآن توسط آخوندها این است که پای میلیون ها هکتار زمین های مرغوب و هزاران واحد تجاری و اقتصادی و چندین کارخانه بزرگ خودرو همه چیز و صحبت حداقل 500 میلیارد پوند انگلیس هست که در این 500 سال بازدادن و کشتن و شکنجه و خر کردن مردم به وسیله ارهاب غصب کردن. 500 سال مقصودتون از زمان صفویه. اینا هیچ چیز ندارن الا شکم و زیر شکم. بله، حلال انت الله علیهم اجمعین. آقای سامان، درباره مولوی عبدالحمید و علمای مکی من تحقیق کردم. حق کاملا با شماست و انتقاد از مولوی عبدالحمید در بعضی مواقع وارد هست. خدا کنه که انتقادهامون بیجا نباشه و خدا کنه که انتقادهامون به خاطر دنیا نباشه. از هیچ امیدی از هیچ کسی نداریم. آقای شریف نارویی، شما
کلیپ خرافات مداوای چشم زخم. ببینم این چیه. زخم میکنه. الان رسم توی ماشینا چشم رو آویز میکنن به نقش رنگ، میگن چشم زخم رو دفع میکنه. خب این چه ربطی داره اصلا؟ نمک آویز کردن، آب نمک، این کمک خواستن از خداوند یا از مخلوقه؟ آیا از این پس این مخلوق برمیاد؟ چون اسباب، ما اسباب یا کونی داریم یا اسباب شرعی. یا سبب کونیه، مثلا بالفرض ما میریم نمک توی آب بریزیم شور میشه، یا قند بریزیم، کسی مثلا فشارش رفته بالا میبینیم قند بریزیم توی آب قندش پایین میاد. این علم تجربی، علم کونی ثابت کرده این قضیه. یا سبب شرعیه، مثلا بالفرض شرع گفته که اگر رقیه بکنی شفای بعضی از مریضی ها هست. از مثلا بالفرض رسول الله میگه سوره های بر من نازل شده، قل هو الله قل اعوذ مریضی روش خودش نمیکنه مگر اینکه تلفش باطل بشه. اینها اسباب شرعی هست. حالا نمک یک وسیله شرعی هست، دلیل از شرع داریم که نداریم. یک وسیله کونی هست، کونن ثابت شده که دفع چشم زخم میکنه یا نه؟ نه اصلا ثابت نشده. چطور ثابت میشه؟ آیا چون به فلان شخص مثلا چشم رسیده ثابت میشه؟ یا که فقط ممنوعش خرافاته؟ اینجا استعانت به غیر خدا هست که این استعانت یا میشه شرک اکبر یا میشه شرک اصغر. اگر به ذاتش مثلا ما با تبرک بشیم به اون ذریع یا به اون قرب دست بهش بکشیم، کفر اکبره. چون از اون چیزی که سبب نیست و خداوند نفی سبب ازش کرده در قرآن داریم نقضش میکنیم. و یک جا هست نه، به عنوان یک وسیله نامشروع، مثلا بالفرض این چشم گذاشتن توی ماشین، چشم میذاره یا نمک آویز میکنه، اینا شرک اصغره. چون به ذات خودش به عنوانی که متبرک هست، اثر فلان ولی هست، به ذات خودش ما متوسل نمیشیم، بلکه چی؟ بلکه به اثرش. مثلا میگیم که یک سببی خدا قرار داده تو این نمک که دفع چشم زخم میکنه. اینجا استعانت جستن به این چنین چیزها شرک اصغره و باید مواظب باشیم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. خدا خیرشون بده. تقدسگرایی نداریم. هیچ شیخی و هیچ شخصیتی نباید اجازه بده مردم خم بشن دستش ببوسن. تقدسگرایی در اسلام سبب استبداد دینی و مذهبی خواهد شد. احترام و حرمت و محبت این چیز دیگه است، اما خم شدن، دست بوسیدن، این تقدسگرایی سبب استبداد دینی و مذهبی خواهد شد. افرادی پایبند بودن، مسلمان بودن، مؤمن بودن، به جایی رسیدن که ادعای خداوندی کردن. مرید و مرادی درست میشه، عبادت ها تعطیل میشه. به جایی که مردم رو دعوت به سوی خدا بکنه، دعوت به پرستش خودش میکنه. به پرستش غیر از محبت، افراد در محبته. همدیگه رو دوست بداریم، با همدیگه مصافحه بکنیم، همدیگه رو تو آغوش بکشیم، مشکلی نداره. اما خم بشن بندگان خدا دست ببوسن، هر کسی باشه. تقدسگرایی در اسلام سبب استبداد دینی و مذهبی خواهد شد. چقدر این خدایان ساختگی، پیرای طریقت و این مریدای بدبخت دین و ایمان از شما گرفتن، به جایی که خدا رو راضی بکنن همینجور می‌رفتن جلو شیخاشون، جلو این قلب باید آزاد بشه. آزادی این قلب عادت رب العباد داخل بشه. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. لا اله الا الله. بله، خدا خیرش بده. سلام آقای شاهروخ کراجی. امروز دوستم میگفت خداوند عدالت نداره چون همسایمون بنز خریده ولی ما چند سال ماشین نداریم. جوابش رو چه باید گفت؟ با یک جواب ایشون درست نمیشه، باید این برنامه ها رو ببینه.
اولا این دنیا همه اسماء حسنای خداوند کاملا تجلی کرده جز عدالتش تجلی کرده در آخرت. یعنی این یکی. فکر نمی کنم که هم کسی که این حرف میزنه این حرف بنده رو بفهمه. اما چه بسا که کسی که فقیره اینجا در آخرت آرزو میکنه که هم که فقیرتر می بود، و چه بسا که اینجا غنیه اونجا آرزو میکنه که همچی مالی نمی داشت. جوجه رو آخر پاییز میشمارند. یعنی که خداوند حکیمه، میدونه که به کی چه بهتره. دومی که اینجا دنیا دارالمزرعه، هر کسی خودش باید کار بکنه. یکی تو خونه بشینه یا به هر حال دنبال اسباب نره، یکی دیگه بره زحمت بکشه، هر دو یکی میشن؟ نه. نابرده رنج گنج میسر نمی شود. آقای محمد از زابل: سلام پدر عزیزم. علیکم سلام الله. خیلی متشکرم. سوالی داشتم. وقتی لب مرز برادران افغان را رد می کنند، بعضی وقتها وسایل گران قیمت دیگر وسایلشان جا می ماند. گیر هر کس می افتد بر می دارند برای خودشان دارند. درست نیست. وسایل مردم جا می مونه، یا بهشون برسونید یا نگه دارید تا اونا برگردن، یا اگر هیچ کدوم اینا نشد بفروشید اینها رو و پولشون رو صدقه بدید برای اونها، به نیت اونها. زنی که شوهرش بهش بی‌توجهی میکنه، مثلا پول بهش نمیده، اجازه کار نمیده، در اتاق جدا میخوابه، طلب طلاق کرده، طلاقش نمیده، چیکار کنه؟ 2 فرزند داره. بره دادگاه وکیل کسی است که وکیل نداره. زن اگر بدون سبب بدون علت طلب تقاضا بکنه، گناه بسیار بزرگی مرتکب شده، فرشتگان لعنتش میکنن. لیکن اگر به سبب باشه، اینکه پول بهش نمیده، واجب مرد این نیست که به زن پول بده، مهم اینه که خرج خونه رو تهیه بکنه. شاید خودش فقیره، دقت میکنی؟ و اما اینکه در اتاق جدا میخوابه، این نشانگر اینه که در خانه اختلاف شدیدی هست و این حق مرد نیست که جدا بخوابه، مگه اینکه عذری باشه. و وقتی طلاق کرده، به هر حال طلب طلاق کرده، طلاقش نمیده، میخواد طلاق بگیره، با این وضع زندگی نمیتونه ادامه پیدا کنه، میتونه بره دادگاه شکایت کنه که همین مسائل رو مطرح کنه و دادگاه شوهران میخواد، شوهر طلاق میده، اگر نه قاضی میتونه طلاق بده. آقای عبدالعزیز بله، آقای ابوالفضل هدایت شده: سلام گرم ما را برادر هدایت شده جدید برسند و مجلس توحید و یکتاپرستی خوش آمدین و من و شما را ثابت قدم نگه داره. آمین یا رب. خیلی متشکرم از شما. آقای محسن هدایت شده: لطفا داستان هدایت شده ها رو برای ما بفرستید. بله انشاءالله، بعد از برنامه انشاءالله. خانم موحده سنندج: پدر عزیزم سلام، منم تبریک عرض میکنم خدمتتون برای هدایت برادر عزیزمون. خدا را شکر.
آقای سلطان سلیم، مراسم دستبوسی ملعون خمینی. بله، ملعون خمینی مراسم دستبوسی داشت. خب میگن رهبر یک کشوره، قدرت داره، قدرت داشت یعنی، و بعدم از بیمارستان اومده بود. خب و این دستبوساش همون قاتلانشان که کشور رو به این روز رسوندن. اما آقای مولی عبدالحمید به پشتیبانی چی چون دستبوسی راه میندازه؟ یا پلان صوفی سیپی چرا؟ اگر خار کردن مردم این نیست بس چیه؟ اینا میرن دستاشو میبوسند، های گلچین شدن به اصطلاح، بردنشون اونجا خاتمی و دیگران مقام میخوان، دنیا میخوان. اما این مردم بیچاره چرا ذلیل میکنن، دستبوس پابوس خود میکنن؟ آیا اینا سنی هن؟ اگه سنی هن چرا از روش حضرت عمر استفاده نمیکنن؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ایستاده، یه شخصی میاد گردنش یه خورده مؤدب ایستاده گردنش کج میگه ای برادر ارام، چرا گردنت برای من کجه؟ این گردن رو برای خدا کج کن. الان این مولوی و اون صوفی و اون فلانی بیاد دستشو نگه داره که همه بیان ببوسند اثر بخورن. این خار کردن مردمه، ذلیل کردن مردمه. اگر اینا بزرگترین تکبره در زمین، اینا بزرگترین تکبره. انسان وقتی نقصی داشته باشه این کارو میکنه، انسانی که نقص نداره نمیذاره این کارو. نفس هر کس کمتر از فرعون نیست، لیک او را آن و ما را آن نیست. چقدر انسانی متکبر باشه مثل خمینی که راضی باشه مردم اینجوری دستبوسش بشن. یه شخصی اومده پیش پیامبر خدا علیه السلام، از هیبتش میلرزه، میگه آی برادرم آسان بگیر بر خودت، من که پادشاه نیستم، من فرزند فلان مادری هستم فلان غذا رو میخورد. یعنی دستپاچه نشو. اینه نبوت، راه نبوت اینه. راهی که فرعون میره، راهی که کسانی که مردم دستبوس پابوس خود میکنن میرن، اگرچه به اسم اسلام هم باشه، به اسم تصوف هم باشه، راه فرعون هاست، راه انبیا نیست، راه دین نیست، لباس دین پوشیده. پابوسی مصباح یزدی صدری خامنه‌ای، بله همون لحظه اول زمانی که من رنگارنگ بودم 20 سال پیش تقریبا، به شدت انکارش کردم. خب اون پابوسیش میکنه برای که دنیا میخواد، مصباح یزدی، تمساح یزدی، برای که دنیا میخواد میره پابوسیش میکنه. من ندیدم که سگی پیش سگی سرخم کرد. بله، هر فرعونی، هر خامنه‌ای، هر خمینی خوشش میاد که مردم در مقابلش کرنش کنن و این بزرگترین تکبره. و تکبر در لباس دین خیلی خطرناکتر از تکبر در لباس دنیاست. تکبر در لباس طاغوتی ظاهری. من زمان شاه وزرا پیشش خم می شدن. این تکبر همه مردم بعدشون میاد. یعنی چی در مقابل انسان خم بشه؟ آزادگان بعدشون می اومد، لیکن خطر دینی نداشت. اما تکبر در لباس دینی خیلی خطرناک تره. طاغوتی همینه دیگه. الان فرق نمیکنه که با خامنه‌ای باشه یا با صوفی سیفی سلفی کش باشه یا با عبدالحمید سلفی ستیز باشه، فرقی نمیکنه.
درجاتش متفاوته. بوسیدن دست کشیش برای دریافت یه تکه نان، بفرمایید. به اصطلاح نان مقدس. همه این عادت های شوم از یهودیت و مسیحیت و بقیه ادیان منحرف آمده و الی اینا همشون مسلمان بودن سابقا. اینه که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله میفرماد که شما سنت های پیشین و وجب به وجب پیروی میکنید، دنبالش میرید، حتی اگر داخل سوراخ سوسماری هم شده باشن داخل میشید. یعنی از این کارا نکنید، یعنی که نذارید مردم دستبوس پابوس تون بشن. نکنید فرادن دست به عمامه و به لباس شما، تمام اینها تقدیس است. دست و پا را بوسیدن و سر بوسیدن و تقدیس افراد، اینها را شریک خدا قرار دادن است. بعضی افراد دیگه باورشون میشه، خودشون در اول کاری نبودن، وقتی که همه مردم رفتن و دست و پا بوسه شدن میگه من کاری هستم. خب این حرف درست، این حرف آقای عبدالفتاح درسته، لیکن چرا خودت آیه رو تحریف کردید وقتی که خواستید روابط یکی از کشورهای عربی رو با اسرائیل توجیه کنید؟ اون که از دستبوسی بدتر بود. که لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. تحریف آیه جرمش از دستبوسی خیلی بیشتر، اصلا قابل مقایسه نیست. کاری نبودن، وقتی که همه مردم رفتن کاره خودش راضی است که همه مردم رفتن و کاری نبودن، وقتی که همه مردم رفتن کاره خودش راضی است که همه مردم رفتن و دست و پا بوسه شدن میگه من کاری هستم. انسان عالم، انسان خدا ترس نهی میکنه از این که مردم بیان دستشو ببوسند و سرشو ببوسند و ازش چیزی بخواند و دست به عباش و قباش و اینها بکشند، میدونه که مردم دارن گمراه میشن. شیخ بن باز نهی میکرد، شیخ عبدالعزیز آل شیخ خدا حفظش کنه و شیخ بن باز رو رحمت کنه نهی میکرد، مولانا عبدالعزیز نهی میکرد، ولی ساکته. این انسان معصیتکاره، خودش راضی است. من راضی ام که مردم مرا مثل بت بپرستن، منم شریکم در این. بعضی افراد دیگه باورشون میشه، خودشون در اول کاری نبودن، وقتی که همه مردم رفتن و دست و پا بوسه شدن میگه من کاری هستم. میدونه که مردم دارن گمراه میشن ولی ساکته. این انسان معصیتکاره، خودش راضی است. من راضی ام که مردم مرا مثل بت بپرستن، منم شریکم در این گناه، فرق نمیکنه. پرده آخر آدم سوزان با خنده های وقیحانه آدم سوزان یعنی چی؟ بله دیگه، بریم پرده آخر. زنگ میزنه از این دستگاه امنیتی، میگن یه امام زمان جدیدن گرفتیم بازار تو کجا دکان دستگاه درست کرده. همین اول میرفتیم با اینو بحث میکردیم، میگفتم چی میگه اینو بهش بگو اونو بهش بگو. الان دیگه واسه بهش میگم نگاه کن، یکی از نشونهای اهل بیت اینه که توی آتیشی نمیسوزن. یه فندک اتمی خرجشه 10 تومن 5 چند من نمیدونم این فندک اتمی هر چقدر. اینم دروغه. دروغ با دروغ نمیشه حل کرد. که عادتهای اهل بیت اینه که یکی از خواصشون که با آتش نمیسوزن. یعنی چی؟ این چه مسخره‌ایه؟ پیامبر خداست. خداوند فرمود بشرون مثلکم، اگه دست رو آتش میذاش میسوخت. نعوذ بالله. این چرندیات از کجا آوردید؟ این قلوب ها رو از کجا آوردید که اهل بیت اگه با آتش بسوزونی نمیسوزن؟
الان شما ادعا میکنید که خامنه‌ای از اهل بیته یا سیستانی از اهل بیته. اگر سیستانی از 4 تا پدر انتخابش کردن، هر بچه صیغی شده اهل بیت، خب برای خامنه‌ای دست رو یه فندک بزنه میسوزه یا نمیسوزه؟ بچه عرفات حرفاتو بسنج و حرف بزن. یه دونه بخرید طرف چرت و پرت شروع که حرف زدن بگو بیا جلو ببینم تو امام زمانی اهل بیت آتیش نمیسوزه بیا جلو ببینم یه فندکتون بگیرم میسوزه یا نمیسوزه. آره بهترین راه خب راه خوبیه. همه آخوندهای پلیدی را که به دروغ ادعای اهل بیتی میکنن بیارن امتحان کنن با فندق با کبریت. بله دقیقی هم جواب میده. غصه نخور های خلحاتی. شب و روزگار خوش. ملعون نجاح طالبان را وهابی تروریست خطاب میکنه. خب معلومه، برای که ایشون زمانی که در العربیه بود من ایشون نوکر رفسنجانی میدونستم، وقتی که در ایران بود نوکر دولت میدونستمش. معلومه و اینجا هم خیلی علنی از خمینی دفاع میکنه و افتخار میکنه. انسان از دوستان و دشمنانش شناخته میشه. هر انسانی از دوستانش و از دشمنانش شناخته میشه. دوستان این آقا بدترین انسانهای روز زمینند، تروریست های رژیم و نوکرانش در کشورهای عربی. با این وضع نباید باشید. موضوع دیگری بخوام بهتون میگم. اون سیستانی 4 پدری که پشتارش انتخاب کرده 200 میلیون رشوه گرفته از امریکا، عراق و بدبختی کشونده، این آقا مقتدایشه. این انسان قاتل و مجرم و رشوه‌خوار که با فتوای این هزاران مسجد اهل سنت خراب شد، این آقا براش ارزش داره. تروریست نیست، مجاهد مرجع عالی قدره. برای که اینا مستن، اینا مست حیدر پرستن. روز و شب میبینن، شب و روز میبینن، راست و چپ میبینن، چپ و راست میبینن. همچنان که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرموده که قلب انسان که چپه شد همه چیزو چپه میبینه. تبلیغات خیلی تأثیر کرده، خیلی هم تأثیر میکنه و طی این 20 سال پیش باز خودشو فیلسوف هم میدونه. جالب اینجاست که معری شعری داره، میگه لما رأيت الجهل فاشيا فتجاهلت حتى ظن اني جاهل. وقتی دیدم که در میان مردم جهالت چنان رایجه، من هم تجاهل کردم تا مردم من جاهل بدونن. این جاهل خودشو فیلسوف هم میدونه. طالبان برای ما معرفی شده به عنوان یک گروه تروریست. برای شما بله، برای شما باید تروریست معرفی بشه، بلکه شما عقلتون در دست خودتون نیست. وهابی هنوز این بی سواد نمیدونه که مذهبی به نام وهابی وجود نداره. کینه کسانی که از روز اول با شیر مادرشون کینه رو می نوشند تا بمیرند، همه عمرشون در کینه و فساد میگذره. چه انتظاری میشه داشت ازشون؟ سربازان آدم ربای امام زمان که قرآن ربای، سربازانش آدم ربا باشن دیگه.
این تصاویر رو به یاد دارین؟ قتل مسعود مولوی به دست علی اسفندیاری مأمور اطلاعاتی با همکاری کنسولگری ایران تو استانبول. اینجا هم آدمربایی فراد جلو چعب توسط گروه زندشتی قاچاقچی شناخته شده مواد مخدره. صدا و سیما این گروه بزهکار سربازان مخفی امام زمان نامیده. امام زمانی که سربازانش سالها مشغول ترور و آدمربایی هستن. جمشید شارمهد و روح الله زم هم از قربانیان سربازان آقا بودن. اما این بار سربازان بزهکار امام زمان در حین آدمربایی به دام افتادن. اونها در حال رو بودن یک نظامی سابق ایرانی از ترکیه دستگیر شدن. خبرگزاری آناتولی میگه افسران اطلاعاتی ایرانی با بودجه $30,000 با کمک یک باند تبهکار ترک قصد انتقال این نظامی سابق رو به ایران داشتن. اگه این گروه تبهکار این آدمربایی رو انجام میداد، قطعاً رسانه‌های جمهوری اسلامی از یک عملیات پیچیده توسط سربازان مخفی امام زمان خبر میدادن. سربازان گمنام امام زمان. حالا کلاهتون قاضی، کسی مونده که ندونه حاکمان بر ایران فرقه تبهکارن؟ بله کسی مونده. آقای نجاح محمدعلی هنوز مونده، نمیفهمه اینو. آقای عبدالمهیمن تاجیک: آیا مولود جشن گرفتن حرام است؟ بله حرامه، قطعا درست نیست. شوخی با آخوند، از این شوخی ها نکنید. اگه زمانی سگ و عینک میزدن میگفتن آیت الله آقای خمینی بیا ببین که بعد از 42 سال حکومتت ببین مردم با مردم نه دولت با آخونده چیکار میکنن. آقای عزیزالله درگاهی: پرده آخر شب روزگار خوش. خیلی فرستادید، آخریش میذارم. همین شب روزگار خوش، شب شعر. بریم پرده آخر. یک شاعری بود در نجف از نسل بزرگی از صحابه رسول خدا، ابن عن جد شیعه و ابن عن جد شاعر. بریم پرده آخر. از نسل بزرگی از صحابه رسول خدا. این یه دروغ دیگه. از صحابه کسی شیعه نبود. اصلا در زمان صحابه عقاید تشیع هنوز ظهور نکرده بود تا در اینکه در خلافت علی شخصی به نام ابن سبع آمد، اندکی همون قلوب‌های یهودی خودش را ظاهر کرد. علی محاکمش کرد. اینا رو مفصل توضیح دادم. ابن عن جد شیعه و ابن عن جد شاعر. شیعه آخوند دروغ نگه که خوابش نمیبره، باید دروغ بگه. قدیمی 700 ساله تو نجف شعر میگم مال امیرالمومنین. این خلعی تازه شیعه شده اومد اونجا یک شعری گفت مال امیرالمومنین. اون گفت قصده من بهتر است، گفت نخیر از من بهتر است. این تازه رسیده ابوالحسن علی ابن عبدالعزیز الخلعی، خلعت هدیه کادو، گفت از من بهتر است، گفت نخیر. گفت میریم میذاره مقابل امیرالمومنین، هر چی آقا قضاوت کرد قبول میکنه. گفت بله بله. اومدن قصیدهشون هر کدوم گذاشتن رو قبر امیرالمومنین. شب گذاشت رو قبر. بفرمایید. قصیده بر مرده. هم صبح اومدن به خط طلا زیر قصیده ابوالحسن خلعی نوشته است احسن. این رنجیده به خط طلا.
بفرمایید. اونم به خط طلا، قبر با خط طلا روی خط نوشته. این دروغای خنک. یا علی ما قدیمی 700 سال شیعه و به این تازه چونی تازه وارد فروختیم، شبها رو خواب بی‌فرمود این تازه اومده. بیا اینا این عوام کل انعام گریه میکنن. نگرش دارم در نرو، اصیل قدیمی هستی در نمیری، مثل شما که در نمیری. کربلا یا جاموندا شب و روزگار خوش. دیوان خانه. این تکنان مقدس را به توطئه بدن عیسی میدونن. شیعه بدن حسین را تجارت میکنند و اینها بدن عیسی را. هر دو غالی اند. بله، ولی غلو شیعه بدتره. شیعه در میانش قرآن هست و این غلو بکنه. آیا دکتر لطفاً اگه میشه لطفاً جواب منو بدید. من نماز بخونم درسته یا نه؟ هر وقت کردین جواب. یعنی چی نماز بخونم درسته یا نه؟ مخصوص سوالتون نشدم. اگر کسی مواد مخدر مصرف میکنه نمازش ساقط نمیشه، نمازشو باید بخونه. مواد مصرفشو نباید بخوره، نباید بخونه، اونو ترک کنه، نه اینو. اینجا کسی هست میگه اگر کسی گوسفند گم شو مثلا در کجا مونده باشه از گله من میتونم براش دعا کنم براش سالم برگرده. دعاش اینه که قرآن باز میکنه به چیزهای میخونه زیر لبش. اگه آیه قرآن میخونه مشکلی نیست. اگه چیز دیگه میخونه نه نادرسته. اینو بگم کتابش رو نشون نمیده، معلوم نیست چه جور کتابیه. قرآنی کتاب سحر، حتما کتاب سحره، باورش نکنی. این میخواد پول در بیاره. اگه مجانی کارو میکنه بله اگر چه سحر مجانی هم باشه نادرسته. امام ابو حنیفه در انبار مطالعه شده، انبار، و در همونجا در بغداد دفن شده. سر امام حسین را از بعدش جدا کردند یا نه؟ بله، نعوذ بالله. خداوند کسانی را که چنین کردن لعنتشون بکنه و کسانی را که درباره امام حسین غلو کردند و شب روز به اسمش نان میخورند همچنین. امام جمعه زاهدان خواهان رسمی شاختن طالبان شد. کار خوبیه، بسیار کار خوبیه. بنده اینو در الجزیره گفتم، در تلویزیون گفتم، همون روز اول. نفهمیدم این همایش برای چی هست؟ خب طواف میگرد تو پاکستان هم، طواف میگرد تو ایران نیست. چرا عکس خمینی و خامنه‌ای گذاشتن؟ آیا همه صوفیان بد هستند؟
همه صوفیان بد هستن، تصوف بده. تصوف مگر آن چرا که با شرع موافق باشه. لیکن صوفیان در این مرحله خودشون رو پنهان میکنن. همه میگن که ما با شرع موافقیم. با کتاب سنت اگه موافق می بودن، کسانی رو که به کتاب سنت دعوت میکردن نمیکشتن. مولانا چجور صوفی بود؟ مولانا صوفی نبود. اینایی که میگن مولانا عبدالعزیز صوفی بوده، اگه قصد مولانا عبدالعزیزه، چون صوفی نبود. 6 سال من درسش نشستم، یک بار مردم به تصوف دعوت نکرد. اگه قصد مولانا رومیه، ایشون مثل ابن عربی در ایرانه. اگر سخنانش خیلی شیرینه، لیکن وحدت وجودیه. وحدت وجودی که از بدترین اصول تصوفه. اینا رو بارها توضیح دادم. ذکر درایش طریقت قادریه بازنجانی در کامیاران. اینا همش بدعت و ضلالته. و چه بسا که اینا اصلا نماز نخونن، این اغرب خورا. تصوف مقدمه تشیعه. خدا هدایتشون کنه و همین کاراشون که به اغرب خوری و لامپ خوری می انجامه. خدا هدایتشون کنه. جناب مولانا عبدالحمید رو نمیشه سرزنش کرد. آقای عبدالرحیم جانباسا، چون حکومت و قوم حامیش فوق‌العاده بی‌ناموس و بی‌شرف و بی‌دین هستن. نه، این قسمت دوم حرفتون درسته، لیکن وظیفه یک عالم اینه که یا حقو بگه یا سکوت. حد اکثرش اینه که سکوت کنه، حد اکثرش، نه ای که باطل بگه. هر کسی که تعریف حاکمی کرد بدون که خودش دنبال یک چیزی هست. حاکم، مقصودم حاکم ظالمه، حاکم جانی، حاکم خوب شما تعریف کرده مشکلی نیست. دقت میکنی؟ هر کسی که تعریف این رژیم بکنه بعد از 42 سال، یعنی که خودش دنبال دنیاست. نظر شما راجع به مولوی نعمت الله توحیدی چیه؟ شما مرد موحدی بود، از دوستان مولانا عبدالعزیز بود، در حوزه مکی تدریس میکرد، ترور شد، شهید شد، خداوند شهادتش رو بپذیره و سخنانش همش توحیدیه. سلام علیکم، خوبید؟ من شیعه شده هستم و به موحدین پیوستم. یکی از برادران موحد اهل سنت شما را معرفی کردم. من قصد دارم در حوزه علوم دینی تحصیل کنم، حوزه موحدین. 22 سالم هست از شیراز. لطف میکنید من را راهنمایی کنید. اگه لطف کنید داستان هدایتتون رو توضیح بدید قبل از هر چیزی، که چطوری هدایت شدید. خداوند دستتون رو بگیره و هدایتتون رو بهتون تبریک میگم. ای قوم بلوچ، امنیت بلوچستان را حفظ کنید. مولانا عبدالعزیز. به شما میگویم برادران من، امنیت بلوچستان را حفظ کنید. تقاضای من این است. این وقتی بود که اول انقلاب بود و همه جا شورش بود و اگر مولانا عبدالعزیز چون این موضوعی نمیگیره، بلوچستان واقعا شلوغ شده بود، ناامن شده بود. من به شما
دلیران میگویند موزه من مشخصه، عقیده من مشخصه، عقیده من از شما پنهان نبوده و پنهان نمی شود انشاءالله. عقیده من این است که من شما امنیت را حفظ کنیم، منطقه را حفظ کنیم، سعی بکنیم که منطقه من شما حفظ بشود، کسی به مال کسی تجاوز نکند. این چه حرفایی که من میشنوم که بلوچ برود جلو راه را بگیرد؟ بلوچ این رو آمدن پیش من که بلوچ رفته گوسفند دزدیده، بلوچ خاک به سر این بلوچ که میرود گوسفند میدزدد. به خدا تو اگر این قبیل اشخاص کشته میشدن من ناراحت نمیشدم، ولی این صدا را آواز را که من بشنوم که بلوچ دزدی کرده، بلوچ رهبری کرده، بلوچ این کارهای کثیف را میکند، به خدا که من ناراحت میشم. اگر شما در راه خدا کشته بشوید من افتخار می کنم، اگر شما در راه اسلام کشته بشوید من افتخار من هست، من روسفیدم، من سرفرازم. اما اگر در راه دزدی کشته شدید، در راه غارت کشته شدید، در راه ضد انقلابی و ضد اسلامی کشته شدید، این باعث سرافکنی و سرفکندگی من و تمام مقام روحانیت و تمام دوستان می شود. اگر خواستید زندگی نامه ایشون رو بخونید، زندگی نامه حضرت مولانا عبدالعزیز ملازاده که دخترش نورالنساء ملازاده و نواش عبدالباسط بزرگزاده این کتاب رو نوشتن، میتونید بخونیدش. نشر احسان البته از تهران. در سایتشون هم باید باشه، سایت مولانا عبدالعزیز هم باید باشه این کتاب. خداوند رحمتشون کنه. اهل سنت. منم سنی و جان فدای حسین، منم سنی و جان فدای حسین، گواه کلامم خدای حسین، گواه کلامم خدای حسین. به شرم عزاداری و نوح نیست، به شرم عزاداری و نوح نیست، ولی راه من هست و راه حسین، ولی راه من هست و راه حسین. محرم نه تنها که هر روز سال، محرم نه تنها که هر روز سال، بود در دلم شور و حال حسین، بود در دلم شور و حال حسین. بنوشم همه عمر جان حسین. رضی الله عنه حسین، خداوند ازشون راضی باد و بیشون که این سرود و سروده هم اجر بده. نصف جمعیت منگل داخل بلوچستان ایران هستند. بله، به راهویا یعنی مقصودتونه. اسم کتاب چی بود؟ مولانا یک بار دیگه لطفاً. زندگی نامه حضرت مولانا عبدالعزیز ملازاده. میشه همین کلیپ مولانا رو برام بفرستید؟ اینو من نمیدونم کدومی که بود، خدا داند. نمیدونم گذاشت از کدومی که نمیدونم والا. الانم آخر وقته، خدا کنه که بتونم بعدم پیداش کنم.
خب دوستان، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شب روزتون بخیر هر جا که هستید. دعا کنید خداوند مشکلات کانال رو حل کنه. خداوند مریضان ما و شما رو شفا بده. مستمندان ما و شما رو بی‌نیاز کند. مردگان موحد ما و شما را رحمت کند. به علمای من و شما جرأت و ایمان راستین بدهد. به جوانان ما انصاف و دوراندیشی عطا نماید و به کانال ما برکت بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کلیپ هایی که براتون تهیه دیدم اولیش زندگی حضرت عمر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. هنوز در سیره قهرمان دوم اسلام یعنی امیرالمؤمنین عمر بن خطاب هستیم. در جلسه گذشته مطالبی خدمتتون عرض شد. در ادامه اون مطلب عرض کنم که عمر